زندگی ما و شما در حیات خواهد گشت باذن الله تعالی. خیر، درس رو با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی شروع می‌نماییم. خیر، بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، درس مبارک خود را از این موقع شروع می‌نماییم، از موقعی که ذکر من عاد من ارض الحبشه لما بلغهم الاسلام اهل مکه. ذکر یادآوری در بیان آنهایی که از سرزمین حبشه برگشتند. به خاطر چی برگشتند؟ کسانی هجرت کرده بودند، چون شنیدند که مردم مکه اسلام آوردند. هنگام شنیدن که مردم مکه اسلام آوردند، آنها از آن سرزمین برگشتند. در اینجا شروع می‌نماییم. کمی چیز را بین، یوتیوب را بین که افرده ساده است. از اینجا شروع می‌نماییم. می‌فرماید قال ابن اسحاق می‌فرماید که بلغ اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم الذين خرجوا الى ارض الحبشه اسلام اهل مکه. هنگامی که به صحابگان کرام، آن صحابگانی که ما درس گذشته در مورد هجرت آنها صحبت کرده بودیم، بر حبشه رفته بودند و قسمتی از آنها را نام گرفته بودیم که در سرزمین حبشه زندگی میکردند، از جمله آنها ام سلمه افیوپیا هجرت کرده بودند. بر آنها خبر رسید که اهل مکه اسلام آورده است، یعنی یک خوشخبری بر گوش آنها رسید، اهل مکه اسلام آورده است. پس آنها از آنجا برگشتند با امید اینکه خبر درست است. اما وقتی که نزدیک به مکه رسیدند، هنگامی که به مکه نزدیک شدند، این هنگامی که خبر به آنها رسید و آنچه که در حبشه، در دیار حبشه قرار داشتند و شنیده بودند، یعنی از اسلام آوردن اهل مکه، این خبر نادرست بوده است، خبری بر دروغ بوده است. این هنگام وقتی که این خبر بر گوش آنها رسید، هیچ یکی آنها به مکه وارد نشد مگر اینکه با پناهی پنهانی، یا که کسی از اهل مکه او را در پناهی خود بگیرد. به این طریق آنها داخل مکه شدند و شماره آنهایی که به سرزمین حبشه از مکه هجرت کرده بودند 33 نفر بود. به مکه برگشته بودند 33 نفر از مردان. سپس حدیث نقض الصحیفه، وقتی که این صحابگان کرام بر این مکه مکرم برمیگردند، در این جا با مکه داخل نشده، هنگامی که این خبر رو میفهمند که اصلا اینها اسلام نآورده بودند، اهل مکه، به همین خاطر یا که پنهان داخل کعبه میشوند، مکه میشوند، یا اینکه کسی را در محافظت خود میگیرند تا که آنها را از آنها دفاع نماید. سپس قصه دیگری که در اینجا ذکر می نماید، حادثه شکستن صحیفه چگونه که در دست گذشته ما بیان کرده بودیم، آن سندی که قریشیان با همدیگر بسته بودند در بیان محاصره نمودن بنی هاشم، که تقریبا 2 سال زیاد آنها زیر محاصره قرار گرفته بودند، از 2 سال هم زیادتر، که کسی بر آنها نه طعام نه شراب چیزی نمیداد. در سختی ها، در دشواری ها قرار گرفته بودند. می‌فرماید که ابن اسحاق قام فی نقض ذلك الصحیفه التي تکابت فیها قریش علی بنی هاشم و بنی مطلب. ابن اسحاق میگوید که گروه از قریش برای برهم زدن آن سند، آن کاغذی که در آن قریشیان عهد بسته بودند. چی عهد بود؟ تا با بنی هاشم و بنی مطلب قطعا رابطه را قطع کنند،
هیچ رابطه با آنها نپیوندند و آنها را مورد محاصره قرار دادند. در این میان هیچ یک مثل هاشم ابن عمرو در آن کار بهتر و نیکوتر عمل نکرد. یعنی که هنگامی که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم با همراهی صحابگان کرام مورد محاصره قرار گرفتن از مسلمان ها، این بنی هاشم و بنی مطلب که حتی با آنها نه ازدواج میکردند نه با آنها چیزی میفروختند، تا آن درجه گرسنگی و قحطی بر بالای سر آنها رسید که حتی از زمین پوست درختان و آن پوست هایی که از زمین میافتند آنها را در آب گرم کرده سپس آنها را تناول میکردند. چوبه های درخت از زمین را هر چیزی که میافتند بر آنها دشوار شد. سختی های خیلی شدیدی بر بالای سر صحابگان کرام و رسول الله آمد، در حالی که در این محاصره حتی بابای پیامبر صلی الله علیه و سلم اشتراک میکرد، در آنجا قرار داشت. و در این میان میفرماید ابن هشام که هیچ نفر مثل هشام ابن عمرو در آن کارهای بهتر و نیکوتر را اجرا نکرد. و این هاشم ابن عمرو باشد پسر خواهر نزله یا که نزل ابن هاشم ابن عبدالمناف بود. به خاطر همین از طرف مادریش با بنی هاشم رابطه خیشتباری داشت. با آنها رابطه و محبت هم داشت. اما این هاشم ابن عمرو در قوم خود از شخصان آبرومند بود و نفوذ بلندی هم داشت. این مرد داشت. همینطور به گونه‌ای که در روایت ذکر می شود، او شبانه با شتوری که آن شتور پر از طعام بود، پر از خوراک بود، آن را پر از خوراک و طعام کرد، به سوی همون وادی شعبی از بنی هاشم و بنی مطلب که در آنجا محاصره بودند به آنجا می آورد برای کمک آنها، چون همه رابطه ها قطع بود. وقتی که به درآمدگاه همین وادی می رسید، همون بگیم که لجام شتور رو می گرفت و شتور رو سر می داد و شتور رو یک می زد و سر می داد شتور رو، تا که شتور روانه شود به نزد این بنی هاشم و بنی مطلب که در آنجا آنها محاصره کرده شده بودند. غذا روان میکرد با آنها. و بار دیگر با شتری که در آن پر از گندم بود، پر از گندم کرده بود می آمد و همان عمل را هم تکرار اجرا میکرد. وقتی به همین وادی می رسید و لجام شتر را سر می‌داد و می زدش تا که بی رود، یعنی که پنهانی این کار را انجام میداد. قال ابن اسحاق میفرماید که ثم انه مشى الى زهير ابن ابي اميه وكانت امه عاتكه بنت عبد المطلب. قال ابن اسحاق میگوید که بعد او نزد زهير ابن ابو امیه رفت، ابو امیه همین هاشم ابن عبدالمطلب عبدالمناف. نزد زهير ابن امیه رفت و مادر زهير عاتکه بنت عبدالمطلب بود، یعنی که عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، مادر زهير. و نزد او رفت و بر او گفت ای زهير، آیا راضی هستی تو؟ زهير، تو راضی هستی که خوراک بهترین رو بخوری، لباس نیکو رو بپوشی و زن بگیری، در حالی که خویشاوندان مادرت، آنهایی که خوب آنها را میدانی، در چه حالت سختی قرار دارند، نه به آنها خرید فروش کرده می شود، نه به آنها ازدواج داده می شود،
نه به آنها چیزی فروخته می شود، نه به آنها چیزی داده می شود. سوگند به الله اگر آنها خویشاوندان ابوالحکم ابن هشام یعنی ابوجهل می بودند، یعنی کسانی که در زیر محاصره قرار دارند، به سوی زهیر گفته ایستاده است. کی گفته ایستاده است؟ همین هشام ابن عمرو. و زهیر باشه گفتیم کی است؟ مادر زهیر عمه رسول صلی الله علیه و سلم است. این رابطه خشتبار دارن هر دو. گفت قسم به الله اگر اینها خویشاوندان ابوالحکم یعنی ابو جهل می بودند، یعنی که به این معنی که ابو جهل آنها را هرگز به این حال نمیگذاشت، آنها را حتما یاری و کمک میکرد، کار میکرد برای آنها و هرگز از این راضی نمیشد، از این محاصره. زبیر گفت وای بر حالت، وای بر حالت ای هاشم، از دست من چی می آید؟ من چی کنم؟ من یک آدمی تنها هستم، ولی سوگند به الله اگر مرد دیگری همراه من می بود، یک مرد دیگری همراه من می بود، من در شکست این صحیفه، این عهدنامه ای که بستن پیامبر را محاصره کردن در داخل کعبه اون را کشال کرده بودن، با این عهدنامه، شکست این عهدنامه حتما سهم میگذاشتم، شروع میکردم. در این هنگام بود که هشام بر او گفت یک نفر یافتم، یک نفر یافتم. زهیر گفت کیست وی؟ گفت خودم. گفت خودم. قال له زهیر، زهیر برای گفت ابغینا رجلا ثالثا. زهیر برای گفت بر ما یک مرد سومی را پیدا نما، مردی سومی را بر ما پیدا نما. فذهب الى مطعم ابن عدی فقال له، نزد مطعم ابن عدی رفت و بر وی گفت یا مطعم، گفت ای مطعم. همی هشام به نزد مطعم ابن عدی رفته و گفت ای مطعم، برای که میخواد خبر بدهد، ای مطعم آیا تو راضی هستی که دو طایفه از فرزندان عبدالمناف یعنی بنی هاشم و بنی مطلب نابود شوند؟ آیا تو این را میخواهی که این دو قبیله نابود شوند؟ یا که تو تصدیق می نمایی این عمل قریشی ها را، ظلم اینها را، کار اینها را نسبت این دو قبیله تو تصدیق می نمایی؟ و گفت سوگند به الله قسم خود و در این هنگامی که مطعم به وی گفت نزد شخص سوم، گفت وای بر من چی کنم؟ از دست من چی می آید؟ من تنها یک آدم هستم. در این هنگام هشام گفت مرد دویم را نیز یافتم. دویم شخص هست. مطعم گفت کیست؟ گفت من خودم. مطعم گفت خب شخص سوم را بیاب. گفت شخص سوم را بیاب. و هشام گفت یافتم. پرسید او کیست؟ گفت زهیر ابن ابو امیه. اول نزد زهیر رفته بود. گفت و مطعم گفت حالا برای ما شخص چهارم رو نیز بیار، پیدا کن. یعنی لیکن چقدر صف زیاد شود همون قدر خوب است که ما چه کنیم، همین صحیفه رو شکست بدیم، این عهدنامه رو شکست بدیم تا که چیز آنها رهایی بخشند. و هشام پس به نزد ابو بختر ابن هشام رفت و مانند همان سخن را از او شنید. چون یک به مطعم گفته بود همون سخن را به او گفت و مطعم ابو بختر همین سخن را به او جواب گفت. و در این هنگام ابو بختر از او پرسید آیا کسی هست که در این کار کمک کند بر ما؟ یا اون کسی دیگری هست که بر ما کمک نماید؟ هشام گفت بله با ما هست. قال من هو؟ گفت کی است وی؟ گفت زهیر ابن ابی امیه. زهیر ابن ابی امیه با همراه ما است. مطعم ابن عدی و من همچنین خودم هم هستم. چون این هشام یک مردی پرشرف بود در آنجا در مکه مکرمه. و زهیر گفت خوب یک نفر پنجم رو پیدا کن. نفر پنجم رو پیدا نما. هشام با نزد زمعه ابن اسود رفت
با او صحبت کرد و درباره نزدیکی و حق خویشاوندیشان او را یادرس کرد. زعما گفت آیا دیگر کسی نیز در این کار هم فکر هست؟ یعنی این فکری که تو داری به خاطر پاره کردن این عهدنامه کسی دیگری هست که ما را در این دست بگیرد؟ گفت بله. هشام گفت بله. گفت من و از نام همه آنها سخن گفته ایستادم امروز برای شکستن این صحیفه. آنگاه بود که همه آنها شبانه در حتم حجون، یعنی مرقد معروف مکه، یک مکان معروف مکه بود، در آنجا در بلندی مکه با هم واخوردند. یک بلندی 5 نفر همه با هم واخوردند، مصلحت از باب مصلحت کردن، و در آنجا قرار برآوردند و سوگند خوردند این 5 نفر که برای شکستن این صحیفه، این پیمان محاصره این دو قبیله بنی هاشم و بنی ابو مطلب برخیزند و این صحیفه را نابود بسازند، این صحیفه ظالمانه را که مردم توی طول از 2 سال زیاد هست که در اینجا محاصره شدند و زیر عذاب و شکنجه قرار دارند. و زهیر در اینجا گفت من اولین شده سخن خواهم کرد، اولین کسی که سخن میکند من در اینجا آغاز خواهم کرد و تا آنجایی که من سخن میکنم شما با من با هم باشید. اولین سخن من شروع میکنم. و هنگامی که صبح شد، صبحگاهان همه آنها به مجلس های خیش رفتند. و زهیر ابن ابو امیه که لباس شاهانه حله میگویند بر تن داشت، یک لباس شاهانه زیبا پوشیده بود و برخاست و گرد کعبه طواف کرد، 7 طواف کرد در گرد کعبه. سپس در آنجا که مردمی که جمع شده بودند با آسوی مردم رو آورد و گفت ای اهل مکه، آیا ما خوراک میخوریم و لباس میپوشیم در حالی که فرزندان هاشم مسکین شده اند؟ فرزندان هاشم نه خرید و نه فروش بر آنها اجازت است، نه به آنها رابطه خویشتباری است، نه بر آنها کمک یوری دستگیری است و کسی به آنها چیزی نمیفروشد. و گفت در آنجا با صدای بلند سوگند به الله من آرام نمیشینم تا آنکه این صحیفه ظالمانه، این صحیفه جادویی و ظالمانه را دریده پرتایم، پاره کرده پرتایم. و در این هنگام که ابو جهل هم در آنجا قرار داشت مگر گفت، در یک ناحیه در یک کنج مسجد قرار داشت، گفت کذبت والله لا تشق. ابو جهل در اینجا برآمد دفاع کرد از این عهدنامه ظالمانه. گفت دروغ گفتی، سوگند به الله این صحیفه هرگز دریده نمی شود، این صحیفه هرگز پاره نمی شود. این هنگامی که یکم عهد می بستند آن را در داخل کعبه محکم می کردند، این عهد به هیچ وجه باید کنه نمی شد، شکسته نمی شد. پس این صحیفه ظالمانه که نوشته بودند که باید محاصره شوند، اینها با اینها نه ازدواج داشته شود، نه فرزند، نه بگیم که طعام، نه شراب، هیچ چیزی. این ابو جهل اینگونه جواب داد و زمعه ابن اسود پاسخ داد، 5 نفر که در آنجا قرار داشتند از هر طرف، سوگند به الله تو دروغگویی. سن ابو جهل سوگند به الله توی دروغگو. ما از همان روز که آن را می نویستند راضی نبودیم، از همان روزی که همین صحیفه نوشته شده بود، چون عهد پیمان با همدیگر جمع شده بودند، بعد سپس این نوشته شده بود. گفت از همان روزی که این صحیفه نوشته شده بود ما اصلا راضی نبودیم، چرا این کارا شما کردید؟ از دیگر پهلو ابو بختری صدا برآورد، گفت زمعه راست گفت، من با آنچه که در این عهدنامه بسته شده است باید این نابود کرده شود، راضی نیستیم، این عهدنامه را نمیپذیریم، قبول نمیکنیم، این عهدنامه ظالمانه است. از طرف دیگر مطعم ابن عدی سخن برآورد،
گفت درست میگویند اینها. هر که از هر طرف صدا برآورد گفت این ظالمانه است، این عهد ظالمانه است، اینا دروغ میگویند و این پیمانی که چونک در این پیمان هست که ثبت شده بود ما بذاریم از این پیمان، از این عهد کردگی. و هشام ابن عمرو نیز مانند اینها را سخن گفت. همگی. آنگاه ابو جهل در سخن درآمد و گفت این یک کار شبانه است، یعنی که این یک چیز است، یک بگیم که مصلحتی است، مصلحتی شما کردگی، یعنی که این در جای دیگر مصلحت شده است. این کاری که شده است این در جای دیگر مصلحت شدگی برپا شده است، یعنی که حس کرد. و در همین حال ابو طالب در یک گوشه مسجد نیز نشسته بود. ابو طالب در یک گوشه مسجد نشسته بود. مطعم ابن عدی برخاست تا صحیفه همون پیمان ظالمانه را بخواهد و بگیرد او را پاره پاره کند. این را خواست انجام بدهد. وقتی که در را گشودن کارد را گرفت، در داخل کعبه بود و خواست که این پیمان، این عهد ظالمانه را پاره پاره کنند. دیدن که حشرات ها این را مثل آرد کردن، همش را خوردن، پورا خوردن این عهد را. در این هنگام که همه در دهشت افتاد، این عهد الکی که پاره پاره شده است. بجز تنها یک جمله بسمک اللهم، یعنی به نام الله، به نام تو ای الله، تنها این یک کلمه باقی مانده است و تمام صحیفه ظالمانه چیز خوردن نابود شده است، مثل آرد واره قرار داشته است. و در اینجا بود که این عهدنامه وقتی بر همه پیمانش آشکار شد، با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی و سبب کوشش تلاش این هشام، آنها از این محاصره چی شدن؟ آزاد شدن. عهد پیمان بستن. عهد پیمان بستن به معنی پیمان بستن می آید. خیر. و فضل کرم الله سبحانه و تعالی در این هنگام، رحمت الله سبحانه و تعالی بر بالای این مؤمنان رسید. آنها از این ظلم و ستم و از این تشنگی و گرسنگی آزاد شدند. سپس بعد این آزادی ذکر اسراء و معراج شروع می شود. قسمت بعدی از این سیرت نیکوی پیامبر صلی الله علیه و سلم در بیان ذکر اسراء و معراج. ذکر اسراء و معراج یعنی سفر شبانه پیامبر صلی الله علیه و سلم. قال ابن هشام از محمد ابن اسحاق مطلبی میگوید قال ثم اسری برسول الله صلی الله علیه و سلم من مسجد الحرام الى مسجد الاقصی. می‌فرماید که سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم از مسجد الحرام، یعنی که از مکه مکرمه تا مسجد الاقصی، مسجد الاقصی در بیت المقدس در شهر ایلا یعنی شهر قدس جایگیر است. با قدرت الله سبحانه و تعالی سفر شبانه اسراء شروع شد، اسراء کرد. در آن وقت اسلام در مکه میان قریش و نواحی های قریش پهن شده بود، یعنی اطرافیان قریش اسلام الکی پهن شده بود. قال ابن اسحاق میگوید کان فی مسراه و ما ذکر عنه بلاء و تمحیص و امر من امر الله تعالی فی قدرته و سلطانه.
ابن اسحاق این هنگام میگوید که این سفر که اسرا بعد از معراج نام داشت، بعداً اول اسرا بود بعد معراج شد، اول اسرا نام داشت، که اسرا از مکه مکرمه بر بیت المقدس بر قدس رفتن، این رو اسرا میگویند. میگه هنگامی که این سفر که اسرا بعداً معراج نام داشت، یک امتحان بزرگ و پاکسازی بود که از جانب الله سبحانه و تعالی، از جانب الله قادر برای پیامبرش فراهم گردیده بود. و این اسرا و معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم تا باشد عبرت برای صاحب عقلان و رحمت و اسطوره برای مؤمنان بگردد. ان همین اسرا و معراج رسول صلی الله علیه و سلم و آنهایی که به الله سبحانه و تعالی ایمان آورده بودند و به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آورده بودند، میدونند که این کار الله سبحانه و تعالی یک کار و قدرت و پادشاهی او سبحانه و تعالی را بیانگر است. الله سبحانه و تعالی او صلی الله علیه و سلم را چنان که خواست شبانه برد تا آیت و نشانه های خود را بر او صلی الله علیه و سلم نشان می‌دهد، قدرت عظمت خود را، و همچنین بر مردم. و او سبحانه و تعالی نشانه ها و عظمت و قدرت خود را بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و پیامبرش و مردم نشان داد. از نشانه بزرگی و قدرت و شاهدی الله سبحانه و تعالی، چیزهایی که با توان الله سبحانه و تعالی، با قدرت او سبحانه و تعالی بر این پیامبر عظیم و شان در این شب اسرا و معراج نشان داده شد. قال ابن اسحاق میفرماید که حدیث عن حسن انه قال رسول صلی الله علیه و سلم بینما انا نائم فی الحجر اذ جاءني جبریل. ابن اسحاق میگوید که از حسن روایت شده است که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود در حالی که من در حجر، یعنی که در جای در نزدیک کعبه خوابیده بودم، رسول الله صلی الله علیه و سلم جبرائیل علیه السلام در این هنگام نزد من آمد و جبرائیل علیه السلام با پایش بر من یک ضربه زد، بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. در این هنگام من نشستم ولی چیزی رو ندیدم و سپس خواب رفتم، بار دیگر خواب رفتم، بار دوم آمد و باز با پایش مرا بیدار کرد و نشستم در جایم ولی باز چیزی را هم ندیدم. آنگاه میگه باز خواب رفتم صلی الله علیه و سلم و سومین بار باز با پایش به من اشاره کرد. من نشستم، پس او دست مرا گرفت، جبرائیل علیه السلام، و از جایم برخیزاند. از جایم خستم و مرا تا در نزد مسجد، یعنی مسجد الحرام برد. جبرائیل علیه السلام رسول صلی الله علیه و سلم را. ناگاه یک حیوان سفید رنگی را دیدم، یک حیوان زیبای سفید رنگی را دیدم که بین خر و شتر بود. بلندیش نه بلندی بد بود نه پستی بد بود. وقتی که میگه این حیوان زیبا را دیدم که در پهلوهایش باز دو تا بال داشت، دو تا بال داشت در پهلوهایش و زود حرکت میکرد، بالهایش هم زود حرکت میکرد و میفرماید که قدمش به آخر دیدن چشم میرسید، یکی چنون زود حرکت میکرد که قدمهایشون حتی چیز تو مشاهده نمیکردی از حرکت تیزش. جبرائیل علیه السلام میفرماید که پیامبر میفرماید که جبرائیل علیه السلام مرا با آن سوار کرد، بر این حیوان مرا سوار کرد جبرائیل علیه السلام و همراه من بیرون شد.
میفرماید که نه او از من قفا میموند نه مرا میگذشت، با همراهی من، یعنی یک جا. فمضى رسول صلی الله علیه و سلم و مضى جبرائیل علیه السلام معه. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم راه را ادامه داد و جبرائیل علیه السلام نیز با او راه را ادامه داد. حتی انتهى به الى بیت المقدس، حتی تا آنکه او صلی الله علیه و سلم با بیت المقدس به قدس رسانید. با همراه جبرائیل علیه السلام به قدس رسیدند. فوجد فيه ابراهیم و موسی و عیسی في نفر من الانبیاء فاهمه رسول صلی الله علیه و صلی بهم. میفرماید که آنجا پیامبر الله صلی الله علیه و سلم با ابراهیم علیه السلام، با موسی، با عیسی واخورد، آنها را دید و همچنین همراه با گروه از دیگری از پیامبران در آنجا با پیامبران واخورد. در این هنگام رسول الله صلی الله علیه و سلم امام آنها قرار داده شد و با همه این انبیا نماز خواندند صلی الله علیه و سلم. و این هنگام بود که نماز را به اتمام رسانیدن دو ظرف نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده شد که در یک از این ظرف ها شراب بود و در دیگری از این ظرف ها شیر قرار داشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم ظرف شیر را نوشید و ظرف شراب را ترک کرد. ظرف شیر را نوشید و ظرف شراب را ترک کرد. جبرائیل علیه السلام این هنگام بر او صلی الله علیه و سلم گفت: ای رسول، تو با طبیعت پاک، یعنی فطره، تو راه یافتی، فطرت سلیم رو تو پیروی کردی و امت تو نیز با فطره، با طبیعت پاک هدایت شدند. ای محمد صلی الله علیه وسلم، ای محمد، از همین لحظه نوشیدن شراب بر شما حرام گردیده شد و شیر باشد این چیزی پاکیزه است. ثم انصرف رسول صلی الله علیه وسلم الى مکه فلما اصبح غدا على قریش فاخبرهم خبرا. پس از این حادثه رسول الله صلی الله علیه و سلم بر مکه مکرمه برگردانده شد. و صبح دیگر نزد قریشی ها رفت و آنها را از آن واقعه، یعنی که از آن سفر اسرا و معراج خبر داد. صلی الله علیه و سلم آنها را خبر داد و اکثر مردم گفتند این سوگند به الله چیزی است غیر ممکن، امکانیت ندارد، این ناممکن است. هر که از هر طرف صدا برآورد، قبول نکردند این امر را و گفتند که سوگند به الله، قسم به الله، کاروان سوداگران برای رسیدن از مکه به شام 1 ماه می روند و برای بازگشت از آنجا باز 1 ماه دیگر برمیگردند. آیا محمد میتواند در 1 شب رفته باز از بر بیت المقدس باز برگردد؟ توانی برداشت این سخن نداشتند. از این سبب می‌فرماید که این اسحاقی بسیاری از کسانی که قبلا اسلام را پذیرفته بودند در شک، شبهه و در سستی افتادند. از این واقعه که پیامبر خبر داد و مردم این هنگام نزد ابوبکر صدیق رفتند و گفتند: ای ابوبکر، آیا از دوستت خبر داری؟ آیا از سخنان دوست تو خبردار شدی؟ این محمد ادعا میکند که در همین شب به بیت المقدس رفته است و آنجا نماز خوانده است، باز بر مکه مکرمه بازگشته است. قال لهم ابوبکر رضی الله عنه. ابن اسحاق میگوید ابوبکر صدیق بر آنها گفت: انکم تکذبون علیه، شما
بر او صلی الله علیه و سلم دروغ میبندید؟ بر او دروغ میگویید؟ گفتند نه، او در مسجد نشسته است و با مردم این سخنان را گفته ایستاده است. این قصه را با مردم گفته ایستاده است. ابوبکر صدیق گفت سوگند به الله، قسم به الله، اگر واقعا که او را گفته باشد پس او راست گفته است. چرا تعجب میکنید ای مردم؟ این راست است اگر گفته باشد. سوگند به الله، او به من خبر میدهد که پیام از جانب الله است، از آسمان به زمین این خبرها میرسد، این وحی الهی میرسد که در یک لحظه شب به نزد او میآید و من او را تصدیق میکنم. ابوبکر گفته شده است از آسمان که به زمین در یک شب بفراید و باز بگردد من او را تصدیق میکنم. یعنی این چیز، این به بیت المقدس رفتن آمدن، این بگیم که آسان تر است. و فرمود ابوبکر پس این چیز سفر شبانه به بیت المقدس باز هم آسان تر است از آن چیزی که شما تعجب میکنید. پس تعجب نکنید. و سپس ابوبکر صدیق رضی الله عنه به سوی رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت و گفت ای رسول الله، آیا واقعا به این مردم گفتی آنچه که گفتی شب از بیت المقدس، از مکه به بیت المقدس رفتی و برگشتی؟ پیامبر الله گفت بله گفت صلی الله علیه و سلم. ابوبکر صدیق گفت ای رسول الله، پس برای من آن را توضیح کن، توصیف کن، وصف کن، این چگونه تو رفتی؟ زیرا من این سرزمین شام را، این بیت المقدس را دیدم. قال یا نبی الله وصفه لی فانی قد جئته. گفت ای رسول الله، ابوبکر صدیق گفته است بر من وصف کن این جایی که رفتی، اون مکان رفتی، بر من وصف کن، زیرا من آنجا رو دیدم. قال حسن، در جو حسن میگوید که فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود فرفع لی حتی نظرت الیه. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم این هنگام فرمود آن بیت المقدس برایم مثل یک آینه نیلگون واری نمایان شد. اینه که رسول الله گفتن که بیت المقدس برایم نمایان شد. جا آینه نیلگون از پیش خودم است که تا که شما خوبتر بفهمید. برایم همین بیت المقدس که من رفته بودم برایم نشان داده شد. تا آن را با چشم خود دیدم. در این نشسته است. وقتی از او طلب کردن که برای من وصف کن، در چهره پیامبر این نشان داده شد این مکان. سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم آغاز کرد به وصف کردن آن مکان و ابوبکر صدیق هر مورد که میشنید میگفت راست گفتی، شهادت میدهم که تو رسول الله هستی، راست گفتی، شهادت میدهم تو رسول الله هستی. چون ابوبکر صدیق داشت تاجر بود آخه، چندین بار رفتگی. هر بار که چیزی رو رسول الله وصف میکرد میگفت ابوبکر صدیق میگفت راست گفتی، شهادت میدیم که تو رسول الله هستی. تا آنکه پیامبر الله صلی الله علیه و سلم گفت و تو ای ابوبکر صدیق چنین باشی. از همین روز رسول الله صلی الله علیه و سلم را رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق نامید. چون اولین نقطه ای که وقتی که این مردم نزد ابوبکر صدیق آمدن او را به این سخن گفتن، گفت اگر چنین گفته باشد. سپس نزد رسول الله آمد. حسن می‌فرماید که درباره کسانی که از دین خود برگشتند به سبب این حادثه که یک ماه راه رفتن، یک راه برگشتن، مردم باور نکردند، بعضی از مردم از این برگشته بودند. الله سبحانه و تعالی این آیه کریمه را نازل کرد و من یکفر فإن الله غنی عن العالمین.
در سوره اسراء. پس هر کی کافر شود پس الله از جهانیان بی‌نیاز است. این قصه اسراء پیامبر برای ما آگاهی است که هر چیزی که ما باور کنیم نکنیم این یا برای فایده ما که برای نفع ما است یا که برای ضرر ما است. اگر تو این رو تصدیق کنی هر چیزی که از علم غیب ذکر می شود چی آن را حکمت آن را بفهمی یا نفهمی تو تصدیق کنی یا که نکنی برای الله ضرر نمیرساند. اما کسی که اگر کافر شود با اون چیزی که الله توسط پیمان نازل کرده است پس الله بی‌نیاز است. نیازی بر تصدیق ما و شما هم ندارد. ولی که هر چی میکنی ای بنده برای خودت میکنی. این بود قصه اسراء. اما قصه معراج سفر آسمانی میشد. قصه معراج از بیت المقدس بر آسمان بر معراج رفتن. ابن اسحاق میگوید که کسی که قال ابن اسحاق حدثني من لا اتهم عن ابي سعيد خدري رضي الله عنه انه قال. ابن اسحاق میگوید که کسی که براستی اعتماد دارم نه که شخص راستگو است از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت کرده است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و یقول من رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنیدم که میگفت فلما فزعت مما كان في بيت المقدس اوتیت بالمعراج. ابو سعید خدری میگه من شنیدم که رسول الله گفت فرمود پس از آن که از کارهای بیت المقدس فارغ شدم از اون اعمالی که در آنجا انجام یافته بود فارغ شدم بیت ما رسید برای من یک من بالا بر معراج عروج کردن است بالا رفتن بر بالا برده شدن و رسول الله در اینجا وصف کرده است که میگه من هیچ چیزی را زیباتر از این ندیده بودم. هنگامی به سوی بالا رفتن به سوی آسمان رفتم هیچ چیزی را زیباتر از این دیدن ندیده بودم. و می‌فرماید که این همان چیزی است که وقتی که انسان را مرگ و سراغش میآید وفات میکند چشمان انسان این هنگام گشوده میشد و آن را میبیند. الله سبحانه و تعالی خاتمه ما را به خیر بیارد. و می‌فرماید که رسول الله صلی الله علیه و جبرائیل من را به آن براق نشاند شناند و بالا برد تا آن جای رسیدیم که یک دری عظیمی یک دری عظیمی از درهای آسمان رسیدیم که آن را باب الحفظه باب دری حفظه نام دارد. حفظ یعنی از حفظ که در آنجا یک فرشته بزرگی بود که را اسماعیل می نامند که در زیر این فرشته 12,000 فرشته دیگری بود. در زیر این فرشته فرمانده بود این فرشته در زیر او سربازان او سرلشکران او 12 فرشته دیگری هم بود. و ابن اسحاق میگوید که و هر کدام از اینها باز 12,000 فرشته دیگر را زیر خود داشتند. هر کدام از اینها باز 12,000 فرشته دیگر را زیر خود داشتند. و پیامبر الله صلی الله علیه و سلم هنگام نقل این حادثه گفت که سوره مدثر را خواند انها لاحدى الكبر گفت صلی الله علیه و سلم حقا در حقیقت این سفر آسمانی یکی از واقعه های بزرگی بود. صلی الله علیه و سلم این آیه را خواند و سپس چون جبرائیل علیه السلام همراهش در آمد فرشته پرسید از جبرائیل گفت ای جبرائیل این مرد با تو کیست؟ کیست این مرد؟ جبرائیل گفت این محمد است. پرسید این فرشته
آیا او با این رسالت فرستاده شده است؟ یکی وقتی رسالت او علیه رسیده است صلی الله علیه وسلم، گفت جبرئیل علیه السلام بله. آنگاه بود که آن فرشته برای او صلی الله علیه وسلم دعا کرد و برای رسول الله برکت خواست. قال ابو سعید خدری رضی الله عنه میگه فی حدیثه ان رسول الله صلی الله علیه و قال، میگه که بعد درستی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند. چی فرمودند؟ فلما دخلت سماء الدنیا، هنگامی که من بر آسمان دنیا داخل شدم، رأیت بها رجلا جالسا، میگوید من هنگامی که بر آسمان دنیا داخل شدم مردی رو دیدم که نشسته است. یک مرد رو دیدم نشسته است و بر او روح‌های فرزندان آدم پیشکش کرده می شود، عرضه می شود. می فرماید که آنگاه روحی نیک، روحی مؤمن بر او گذرانده می شود، بر نزد او گذرانده می شود. او می خندد، خوشحال می گردد و می گوید روح پاک از بنده پاک بیرون رفت، روح پاک از بنده پاک بیرون رفت. این سخن را می گوید. و هرگاه یک روحی بد، روحی کافر به نزد او گذرانده می شود، رو به نفرت می کشد، نفرینش می آید و می گوید روحی ناپاک از بنده ناپاک بیرون رفت، بیرون شد. رسول الله میگه که من گفتم ای جبرائیل این کی است؟ گفت این پدر تو آدم علیه السلام است در آسمان اول، که بر او روحای بندگان، روحای فرزندانش عرضه میشوند، پیشنهاد میشوند. هر یک از آنها میبیند. اگر روح مؤمن به نزد او گذرد شاد میگردد و میگوید روح پاک از بنده پاک بیرون رفت. ولی اگر روح کافر بر او گذشته شود، به نزد او بگذرد، میگوید که روح ناپاک میگذرد، اندوهگین میشود، زیغ میگردد و میگوید که روحی بد از بندگان ناپاک بیرون رفت. قال صلی الله علیه و سپس رسول الله گفت ثم رأیت رجالا شفاهم مسافرهم و ثم رأیت رجالا شفاهم مشافرهم. میگه سپس رسول الله میگه من آدمایی رو دیدم، سپس من مردمی رو دیدم. شفاهم یکی لبهای آنها، لبها مشافرهم کمشافر الابل، که لبهای آنها مثل لبهای شتر بود. مردمی رو دیدم که لبهای آنها مثل لبهای شتر بود. فی ایدیهم قطع من النار، و در دستانشان باشد، در دستای آنها پاره‌های آتش سوزان بود، در دستشان پاره‌های آتش سوزان بود، مثل پاره‌های سنگ‌های سخت است که انگیش سنگوری آتش در دست آنها بود. میگه در این هنگام من اینها را دیدم، رسول الله صلی الله علیه و آله میگه اینها همین سنگ‌های آتشین رو در دهان‌های خود میانداختند. این سنگ‌های آتشین رو فرو می‌بردند. هنگام این سنگ‌های آتشین رو فرو می‌بردند از پشت آنها می‌غلتید. یعنی که آنها را پاره پاره کرده از پشت آنها می‌غلتید این سنگ. گفتم ای جبرائیل اینها کیها هستند؟ اینها کیها هستند؟ گفت اینها آنهایی هستند که مال یتیمان رو به ظلم می‌خوردند در این دنیا. اینا آن کسانی هستند که مال یتیمان رو می‌خوردند. این هشدار بر آن کسانی که در خانه‌های خود یتیم دارند ولی مال آنها را به غیر حق می‌خورند. هشدار باشند. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله گفت ثم رأیت رجالا حمم بطونهم لم ارى مثلهما قط
سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود پس من مردان را دیدم که شکمهایشان بیش از حد بزرگ است، شکمهای کلان دارند و آویزان شده هستند، کشال کرده شده هستند. میفرماید رسول الله میگه من مانند آنها هیچ چیزی را هیچ کسی را ندیده بودم و آنها در راه جهنم در نزد آل فرعون بودند. با همراه فرعون، با آل فرعون. می‌فرماید هرگاه مردم فرعون بر آتش آورده می‌شدند مانند یک شتری که تشنه و ضعیف است، گرسنه است، تشنه است، از بالای آن مردم می‌گذشتند که در حالی که پایشون میگه بر آن می‌افتاد، ولی میگه آن مردان قدرتی بیرون شدن از آن جای دیگه نداشتند. وقتی می‌افتیدن بر اینجا دیگه نمی‌توانستن ببرایند، توانی برآمدن رو از اینجا دیگه نداشتن. قال قلت من هؤلاء یا جبرائیل، گفتم ای جبرائیل اینها کیها هستند؟ قال هؤلاء آکلة الربا. جبرائیل علیه السلام در پاسخ رسول الله گفتن که اینها آن کسانی هستند که در این دنیا رباخوری میکنن، سودخوری میکردن. احوال سودخوران در جهنم، صحرای جهنم با آل فرعون، با این سرسخت‌ترین دشمن الله سبحانه و تعالی، با شکم‌های پر از آتش در آنجا قرار دارند. رسول الله گفت فرمود ثم رأيت رجالا بين أيديهم لحم سمين طيب وإلى جنبه لحم غث. می‌فرماید رسول الله سپس مردانی را دیدم که در پیش آنها گوشت‌های با لذت تازه ماندگی بود، در نزد آنها گوشت‌های تازه و با لذت مانده بود، ولی در پهلوی آنها گوشت‌های ناپاک و بدبویی بود. آنها گوشت‌های بدبوی را می‌خوردند و گوشت‌های پاک را ترک می‌کردند. از فعل اینها، از رفتار اینها، کردار اینها من در حیرت ماندم. پرسیدم ای جبرائیل اینها کیها هستند؟ خوب گوش بدهید. اینها کیا هستند؟ گفت رسول الله. گفت اینها آن مردان هستند که زنان حلال و پاکیزه خود را دارند. زنان حلال و پاکیزه خود را دارند ولی با زنان حرام هم آموزش میکنند، زنا میکنند. زن دارند در حالی که با زنهای دیگر باز علاقه های حرام دارند، با آنها زنا میکنند، دست میزنند آنها را. پس این حالتی این گونه مردان است در روز قیامت. رسول الله گفت سپس زنانی را دیدم، خواهران آگاه باشید، سپس زنانی را دیدم که از سینه های خود آویزان کرده شده هستند، کشاله شدگی هستند. گفتم ای جبرائیل اینها کیها هستند؟ اینا کیها؟ اینا چگونه زن هستند که این گونه عذاب بر بالای اینهاست؟ جبرائیل علیه السلام گفت اینها زنانی اند که با مردانشان بر خانه مردانشان فرزندانی غیر حق را می‌آورند. یعنی فرزندانی را خانه های خود می‌آورند که مالک شوهرشان نیست. یعنی زنانی هستند که شوهر دارند ولیکن دستی به زنا میزنند. از زنا فرزندان دیگران را به دنیا می‌آورند در حالی که شوهر دارند. چه عذاب دهشتناک است. پناه به سوی الله. ثم قال، سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت ثم اصعدنی الى السماء الثانیه. سپس جبرائیل علیه السلام مرا به آسمان دوم بالا برد که در آسمان دوم دو فرزند خاله عیسی ابن مریم و یحیی ابن زکریا را دیدم که بچه خاله بودند.
سپس گفت پس مرا به آسمان سوم بالا برد. در آنجا مردمی را دیدم که رویش مثل ماه 14 روشن است. چون ماه در 14 روزگیش روشن است. همین گونه من پرسیدم ای جبرائیل این کیست؟ این مرد کیست که اینقدر چهره منور دارد؟ جبرائیل علیه السلام این هنگام بر رسول الله جواب داد و گفت این برادر یوسف ابن یعقوب علیه السلام است. سپس گفت مرا با آسمان چهارم بلند کرد. در آنجا مرد را دیدم و پرسیدم که این کیست؟ گفت این ادریس علیه السلام است. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت و این آیت را خواند. این آیه کریمه را خواند و رفعناه مکانا علیا، یعنی که ما او را به جایگاه بلند برداشتیم، مقام بلندی بر او دادیم. و بعدا گفت پیامبر میگوید مرا به آسمان پنجم بالا برد. در آنجا با مرد واخوردم، یک مرد سال خورده، یک مرد سفید روی و سفید ریشی را دیدم که چشمان کلان داشت و نورانی بود که مثل این ندیده بودم. کسی را مثل این مرد زیبا در پیری ندیده بودم. زیباتر از این کسی دیگر را نخورده بودم. پرسیدم ای جبرائیل این کیست؟ گفت این آن کسی است که قومش او را دوست می‌دارد. هارون ابن عمران برادر موسی علیه السلام قال علیه السلام ثم اصعدني الى السماء السادسه فاذا فيها رجل آدم طویل افنا. می‌فرماید که سپس مرا با آسمان ششم بالا برد، جبرائیل علیه السلام پیامبر را، و در آنجا مردی را دیدم که رنگ پوستش گندم رنگ بود. قامت بلند، دراز قد، کم بینی درازی داشت. پرسیدم ای جبرائیل این کیست؟ گفت این برادر تو موسی ابن عمران است، موسی علیه السلام. و سپس رسول الله می‌فرماید که مرا با آسمان هفتم برد. در آنجا مردی میانه سالی را دیدم که بر کرسی نزد بیت المعمور، یعنی خانه در آسمان که مثل کعبه است، نشسته بود. در آنجا که 70,000 فرشته وارد میشوند هر روزه و دیگر هرگز بر نمیگردند تا روز قیامت. این دلالت بر عظمت بزرگی لشکر الله سبحانه و تعالی مینماید. می‌فرماید من هرگز ندیده بودم مرد را که از نظر صورت و شاهی با پیامبر شما شباهت داشته باشد. و اون نیز می‌فرماید که با من شباهت داشت، مانند بود، یعنی شباهت مانند. پرسیدم ای جبرائیل این کیست؟ گفت این پدر تو ابراهیم علیه السلام است. بر پیامبر مانند بود است. سپس پیامبر فرمود سپس ما را به بهشت، به جنت در آورد. جبرائیل علیه السلام پیامبر داخل جنت شد. در آنجا میگوید که دختری رو دیدم، زیبا، چشمان زیبای کلان داشت. پرسیدم تو از آن کیستی؟ میفرماید رسول الله میگه چون زیبایی او مرا در تعجب انداخت. زیبایی او زن مرا در تعجب انداخت. گفتم تو از آن کی هستی؟ میگه او گفت من از آن زید ابن حارثه هستم. پیامبر الله صلی الله برگشت و زید ابن حارثه را با این وعده جنت بشارت داد صلی الله علیه و سلم. صحابگانی که بر آنها بشارت بر جنت داده شد، در آنجا الکی همسران او صلی الله زید را دید در جنت.
قال ابن اسحاق میگوید که و من حدیث عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه عن النبي صلی الله علیه و سلم فيما بلغني، از حدیث عبدالله ابن مسعود که روایت عبدالله ابن مسعود است از پیامبر الله صلی الله علیه و سلم میگه در آنچه که بر من رسید، ابن اسحاق میگوید ان جبريل لم يصعد بي الى السماء من السماوات الا قال له حين يستأذن في دخولها. میفرماید که ابن اسحاق عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و گفت جبرائیل مرا به هر یک از این درهای آسمان بالا میبرد، هر بار که ما بر این درها میرسیدیم وارد میشدیم فرشتگان آن آسمان میپرسیدند جبرائیل همراه تو کیست؟ کیست همراه تو؟ میگفت محمد. میگفتند آیا او با رسالت برانگیخته شده است؟ یعنی مبعوث بر پیامبر شده است؟ میگفت بله. آنگاه میگفتند مرحبا و خوش آمدی. پیشواز میگفتند رسول صلی الله علیه و سلم را مرحبا و خوش آمدی با این برادر نیک و همسفر شایسته ماست، همسفر شایسته نیک. و همین گونه رسول الله ادامه یافت تا رسید با آسمان هفتم و در آنجا با حضور پروردگار خود رسید. و در اینجا الله سبحانه و تعالی بر او صلی الله علیه و سلم و بر امتش 50 نماز در یک شبانه روز فرض قرار داد. در یک شبانه روز 50 رکعت نماز را بر او فرض قرار داد. رسول الله گفت بازگشت و پایان آمد. وقتی که به موسی ابن عمران رسید پرسیدند و چی همسفر خوب است او برای شما؟ گفت پرسید چند نماز بر تو فرض شده است؟ چند نماز بر تو فرض شده است؟ گفتم 50 نماز در یک شبانه روز برای من فرض شد. و موسی گفت نماز امر سنگینی است و امتی تو ضعیف هستند. به نزد پروردگارت بازگرد و بخواه از او بپرس که از تو از امتت این را سبکتر بسازد. پس من برگشتم و از پروردگارم خواستم که آن را سبکتر گرداند. الله میگوید 10 تای آن را گرفت، کم کرد. من باز برگشتم به نزد موسی. هنگامی که با موسی واخوردم باز از من پرسید و همان سخن را گفت. من باز گفتم و باز 10 برگشتم به نزد پروردگار و از پروردگار خواستم باز 10 حرکت 10 وقت دیگر کم شد. باز برگشتم به نزد موسی با همان را گفت. باز رفتم برگشتم با 10 دیگر را کم کرده و موسی علیه السلام هر بار میگفت این سخن را. باز برگشت باز برگرد از پروردگار بخوانی را کم کند. من این را بر امتم تجربه کردم، امتم توانی برداشت این را نداشت تا آندمی که نماز بر 5 وقت رسید. 5 وقتی که ما امروز ادا میکنیم. رسول الله فرمود سپس باز نزد موسی برگشتم. این هنگام این موسی علیه السلام باز همان سخنش را تکرار کرد. من گفتم من چند بار نزد پروردگارم رفتم و از او خواهش کردم از الله سبحانه و تعالی تا جایی که دیگر شرم دارم از این کمتر شود حیا میکنم، من دیگر بر نمیگردم. و هر کی از امت من این 5 نماز را با ایمان و احساس مسئولیت انجام بدهد الله پاداش 50 نماز را به او ادا میکند. رسول الله این نقطه را ذکر کردن صلی الله علیه و سلم. وقتی که برگشتن رسول الله صلی الله علیه و سلم از آسمان در آنجا ندایی را شنیدند که اگر که از امت تو هر کسی که این 5 وقت نماز را در وقتش ادا نماید با تمام کمالش به درستی ثواب و ثمره این 50 وقت نماز در نام اعمال وی کتابت میگردد. پس ببینید که برادران و خواهران گرامی که اولین فریضه الهی این چه بوده است؟ این نماز بوده است. پس در نماز تنقیسی نکنید
چون نماز فرق بین کفر و شرک و اسلام است و الله به نماز را مشرک گفته است. اقیموا الصلاة گفت الله، نماز را برپای بدار، ولا تکونوا من المشرکین، از مشرکان مباشید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنین این رو هم بیان کردند و تمام صحابگان کرام برای این اتفاق نظر دارند. حتی عمر ابن خطاب میگه که لا حظ فی الاسلام من ترک الصلاة، در اسلام هیچ نصیبی ندارد، هیچ حقیقتی در اسلام ندارد اگر که ترک نماز نماید. پس برادران و خواهران گرامی، این اولین فریضه اسلام است. پیش از نماز هیچ چیز فرض نشده بود. پس هر کسی که این را محافظت نماید، این نماز به درستی برای او نور میگردد، حجت برهان میگردد و در روز قیامت نجاتش میشود، چون در حدیث آمده است. و هر کسی که این نماز را اگر حفظ نکرد، برای او نور نمیگردد، برای او برهان و حجت نمیشود و در روز قیامت با بزرگترین دشمنان اسلام، با ابی ابن خلف، با فرعون و هامان، با این دشمنان بزرگ برمیخیزد. پناه واسه الله. سپس کفایت الله امر المستهزئین، الله سبحانه و تعالی در مقابل این مسخره کنندگان که پیامبر را مورد مسخره قرار میدادند از این امر معراج و اسراء، به درستی که الله سبحانه و تعالی بسنده است محافظ و حمایتگر او صلی الله علیه و سلم. قال ابن اسحاق میگوید که فاقام رسول الله صلی الله علیه و سلم على امر الله تعالی صابرا محتسبا مؤدیا الى قومه نصیحته. میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر امر الله سبحانه و تعالی صبورانه و با سبب حمایت الله سبحانه و تعالی استوار ماند و قومش رو پیوسته نصیحت میکرد و آنها رو به سوی حق میخواند، دعوت میکرد، هرچند که رسول الله صلی الله علیه و سلم را آزار و اذیت میدادند، بر او دروغگویی میکردند، او را دروغ میشمردند، مسخره میکردند. و از این بزرگان مسخره کنندگان 5 نفر بودند و این 5 نفری که همیشه رسول الله را مورد مسخره قرار میدادند و او را آزار میدادند، این 5 نفر از کسانی بودند که در سن و مقام بلند مرتبه بودند، مقام بالایی داشتند. اولین آنها اسود ابن مطلب که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم چنان که در میفرماید ابن اسحاق به من روایت شده است، بر او دعا کرد، چون از همین اسود ابن مطلب بسیار آزار و اذیت دید، بر او دعا کرد و گفت ای الله، پروردگار چشمان این اسود را نابینا گردان و فرزندانش را از دستش بگیر. و سپس اسود ابن ابو یغوس، ولید ابن مغیره و عاص ابن وائل و حارس ابن طلاتله وقتی که این سرکشان به بدی بدنامی پیامبر اصرار کردند، سرپیچی کردند و رسول الله را مورد مسخره و استهزاء قرار دادند، آزار و اذیت پیامبر زیاد شد، حتی اینکه آیات‌های در حق اینها نازل شد و الله فرمود انا کفیناک المستهزئین، ای رسول الله، ما از مکر و اذیت و آزار مسخره کنندگان بر تو بسنده هستیم، آزار و اذیت آنها را از تو باز می‌داریم. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، آن کسانی که معبودی دیگری همراه الله میخوانند، غیر الله را عبادت میکنند، عبادت در غیر الله صرف میکنند، فسوف يعلمون،
زود است به نزدیکی در آینده نزدیک حقیقت را خواهند دانست. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. ای پیامبر، به درستی براستی ما میبینیم و میدونیم که تو از آن چی که میگویند در حق تو دلتنگ میشوی، دلتنگ شده ای از این مسخره کنندگان، از این تحقیر کنندگان، از لفظهای اینها. دلت به درد آمده است، دلت به درد می آید. فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین. ای پیامبر، هنگامی که این سختی ها را به پیش می آری، به درستی پروردگارت را به پاکی یاد کن، حمد و سپاس و ستایش پروردگارت را بگو. هنگامی که غم و اندوه دلت رو فرا میگیرد و از جمله سجده کنندگان باش. این نقطه، این آیت آیه عظیم است برای هر برادر و خواهر گرامی. هنگامی که غم و اندوه دلت رو فرا میگیرد، پس ذکر یاد پروردگار را بکن. به درستی که ذکر یاد الله قلبت را آرامش میبخشد. میفهمیم هر کس زندگی تنگی دشواری های بر بالای سر انسان می آید. پس به این آیه کریمه عمل بکن، ان شاء الله که فراخی به سراغ تو می آید. ضیق و اندوه و غم و غصه از دلت برآورده می رود. حمد ستایش پروردگار را بگو و در دوام چی فرمود؟ و کن من الساجدین، و نماز بگذار، از جمله نمازگزاران باش. غم و اندوه خود را با ذکر یاد پروردگار و با نماز دور بساز، چگونه که رسول الله بر این آزار و شکنجه آنها قریب بود که تحمل ناپذیر شده بود، دلتنگ شده بود، دلش به درد آمده بود. ولی که الله چی گفت؟ فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین. ای پیامبر، به پاکی پروردگارت را یاد کن هنگام این غم و اندوه، هنگام این درد و الم، و از جمله و زمره سجده کنندگان نمازگزاران باش. و فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. ای پیامبر، پروردگارت را عبادت نما و دوامت کن در پرستش پروردگارت تا هنگامی که مرگ به سراغ تو بیاید. این نقطه اخیر، ما بندگان الله هستیم، باید به این آیه کریمه، آیه آخر هم عمل نماییم. در سختی ها به سوی پروردگار باز بگردیم با ذکر یاد الله، با نماز و این عبادت عظیم را، توحید الله سبحانه و تعالی را تا دم مرگ با خود داشته باشیم، تا آنکه مرگ به سراغ بیاید ما موحد و پایبند سنت او بودن بمیریم، از این دنیا بگذریم. بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی غم و اندوه را از قلب‌های تمام مؤمنان برآورده بسازد و قلب‌های ما و شما را شاد بگرداند و ما و شما را از زمره و جمله خوشبخت‌ترین انسان‌ها قرار بدهد. در اینجا قصه بعدی که شروع می شود، ما این قصه را با درس دیگر میگذاریم. در اینجا وفات ابی طالب و خدیجه، یعنی از دنیا گذشتن ابی طالب و خدیجه، که هنگامی که این دو شخصیت از دنیا میگذرند، خدیجه رضی الله عنه با سخنان شیرینش، با مال و ثروت داراییش از پیامبر دفاع میکرد و ابی طالب باشد با آن مکان و آن عظمت و آن شجاعتی که داشت از رسول الله با تمام هستیش دفاع میکرد، حتی با مالش هم. در اینجا این دو شخصیت بزرگ هنگامی که وفات میکنند، سپس دشمنی قریش بر رسول الله صلی الله علیه و سلم باز شدت میگیرد، باز سخت‌تر میشود، که از اینجا درس دیگر با فضل و توفیق الله سبحانه و تعالی با همراهی شما خواهیم گرفت. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیه. اگر سوال باشد، مرحمت سوال خودتو بفرستید، با سوالها جواب میدهیم ان شاء الله. کسی سوال داشته باشد مرحمت کنید، بنویسید سوالاتون ان شاء الله.
یگام نافهمایی های باشد، جواب خواهیم گفت باذن الله تعالی. یگام سوال نیست در یک چیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد امیدوارم که خوب باشید. با فضل کرم الله سبحانه و تعالی خوب هستیم. نام شاهانه از نظر اسلام جایز است؟ شاهانه فکر میکنم این نامی چیز باشد، نامی زنکی باشد، یگان مشکلی ندارد. شاهانه نه شاه میگن، کسی که مرتبه و جایگاه بزرگ دارد برای شاه گفته می شود، اشکالی ندارد. شاهانه. ولیکن بهتر است که نامهای اسلامی بگذارید، نامهایی که از نگاه نظر اسلام خوب هستند. نامهای اسلامی خیلی زیاد هستند، بگذارید براتون ان شاء الله که باز خوبتر، باز نیکوتر است باذن الله تعالی. ان شاء الله الله سبحانه و تعالی ما و شما را موفق بگرداند. سوال دیگری هست؟ استاد محرم زن می شود تقا و عمک؟ بله، تقا و عمک اینا محرم های زن هستند. تقا و عمک اینا محرم های زن هستند. استاد الحمدلله درس فهمه است، سوال ندارم، لیک سوال از دیگر موضوع است. اشکال ندارد. اگر در حج باشد زن و حیض بیند، اگر زن در حج باشد حیض بیند، تمام احکام حج را انجام میدهد بجز طواف در اطراف کعبه. بجز طواف در اطراف کعبه دیگر همه آن عمل هایی که است آنها را انجام میدهد. برایش اینه که جایز و رواست. دیگر احکام. و جزاکم الله خیرا. تمام احکامی که در باب حج هست، اگر در باب حج اگر گوش بدهید جو مسئله ها بسیار است. صفا و مروه، سعی کردن، عرفات و دیگر احکام ها هست. بله، در اطراف کعبه دور نمیزنی، این برای زن جایز نمیگردد. بله. مسجد در آمدن اشکال ندارد، جایز است. فقط طواف جایز نیست. در آمدن به مسجد جایز است. و فیکم بارک الله. ما در درس گذشته از کتاب لمعة الاعتقاد، در موضوع رسته بودیم که در بیان معنی رد، تشبیه، تمثیل و هر حکم هر یک از آنها، و گفتیم که رد این به معنی چی بود؟ کی میگوید؟ رد به معنی چی بود؟ یا اون کس میگوید رد چی معنا داشت؟ کسی بگوید اگر بنویسد. رد به معنای تکذیب بود، دروغ شمرده و انکار کردن بود. بله، رد کردن. بله، قبول نکردن، دروغ شمردن، انکار کردن در باب نام و صفات الله سبحانه و تعالی بود که گفتیم این کفر است. اما دوم تعویل بود. تعویل چی است؟ کی میگه تعویل چی است؟ از درس گذشته. حالا این درس ها رو ان شاء الله که باز در گروه میپارتیم با خوبتر گوش بدید. تعویل چی بود؟ کی میگه تعویل چی بود؟ تعویل جستجو کردن. نه. کی میگه تعویل چی بود؟
گفتم تعویل در اصل به معنای تفسیر میآید. تعویل در اصل به معنای تفسیر میآید و مراد از تعویل در اینجا تفسیری نصوص صفات، اینه که تعویل کردن آنها، تفسیر کردن آنها به غیر آن که مراد الله و مراد رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد و غیر مخالف چیز، مخالف نصوص قرآن و سنت که صحابگان کرام و تابعین باشد. به این معنی تعویل. و گفتیم حکم تعویل کنندگان چند قسم است؟ کی میگوید حکم تعویل کنندگان چند قسم است؟ تعویل تغییر دادن، تعویل که تغییر دادن است. پس تعویل تغییر دادن است، ولی سه قسم است. تعویل ولی سه قسم است. قسم اول از تعویل چی بود؟ در قسم اول حکم تعویل کنندگان گفتیم تعویل سه قسمت از نوعات که تعویل میکنند صفات الله را. یکم قسمتش گفتیم که از روی سعی و اجتهاد نیکشان، مقصدهای نیکشان، اگر که حق برای آنها رسید بر میگردن به سوی حق، از تعبیر خود بر میگردن، اینا بخشیده می شود. قول الله سبحانه و تعالی لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بله. اما قسم دوم از تعویلگران در باب صفات الله سبحانه و تعالی از باب حواس خود تعویل میکنند. تعصبیت در کسی یا چیزی هست. این قسمت گفتیم که از باب حواسی خود تعویل میکنند، تعصبیت خود تعویل میکنند. اما یگان جنبه در زبان عربی دارد، یگان پهلوی در زبان عربی دارد، پس این فسق است، صاحبش فاسق شمرده می شود، اما کفر نیست، کافر نمی شود. اما قسم سوم از تعویل گفتیم از روی هوا و حواس خود تعویل میکند و از روی تعصبیتی در یگان شخص، یگان مذهب تعویل میکند، در زبان عربی یگان پهلوی ندارد، این کفر است گفته بودیم. این کفر است. سپس تشبیه رو گفتیم. تشبیه چی است؟ کی میگوید تشبیه چی است؟ السلام علیکم. درس تجوید هست برای پسر و پسر بچه را اگر باشد نویسین. مانند کردن. بله هست انشاءالله. چرا نیست؟ درس تجوید هست. و تشبیه بله اثبات مشابهه، مانند کردن. بگو. بله مانند کردن می شود. اونجا در جمع نیستند. مانند کردن می شود. بله اثبات مانندی به الله، کسی را چیزی را به الله سبحانه مانند کردن. گفتم این چی است؟ این کفر است. از نگاه شریعت درست و جایز و روان است. این کفر است. این رد کرده می شود. تمثیل گفتیم چی است؟ کی میگوید تمثیل چی است؟ بله این کفر است. بله چیزی رو به سه مانند کردن. درست قید کردید. الله خیرتون دید که در همین مسئله گوش انداختید. مثل قرار دادن. تمثیل بله تمثیل اثباتی مانندی، مانندی کردن، مثل قرار دادن، که اینم گفتیم چی است؟ اینم کفر است. چون الله میفرماید لیس کمثل شیء، مثل مانند پرگار چیزی نیست، کسی چیزی نیست، نه در ذاتش، نه در صفاتش، نه در نامهایش، در هیچ چیزش. احسنتم، الله خیرتون دهد. استاد این موضوع تعویل، تشبیه و در موضوع عقیدوی سوال کردستیم. بله ما کتابی رو از یک کتاب مبارکی رو لمعة الاعتقاد هادی الی سبیل الرشاد، نام کتاب این است، از ابن قدامه مقدسی است رحمه الله تعالی. از آن درس کرده ایستاده‌ایم و این را هم شروع می‌نماییم. خیلی بیاین که از درسی از این کتاب مبارک ما گفتیم که در بیان سخنان سلف صالح، از سخنان سلف صالح در بیان صفات الله سبحانه و تعالی برای شما گفتیم که سخن میرانیم از روی این کتاب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، حاضر باشد از نقطه دیگری که در اینجا در این کتاب لمعة الاعتقاد ذکر می شود، سخنان امامان سلف در باره صفات الله سبحانه و تعالی. قال امام ابو عبدالله احمد ابن محمد ابن حنبل رضی الله عنه میفرماید که امام ابو عبدالله احمد ابن محمد ابن حنبل الله از او راضی باد درباره سخنان پیامبر صلی الله علیه و سلم ان الله ینزل الی سماء الدنیا، که امام احمد ابن حنبل در بیان سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم که ان الله ینزل الی سماء الدنیا، الله بر آسمان دنیا میفراید، ان الله یرا فی القیامه، اینکه الله در روز قیامت دیده می شود، در روز قیامت دیده می شود. چی فرمودند؟ این احادیث ان الله ینزل الی سماء الدنیا، الله در آسمان دنیا و آسمان دنیا می آید، فرو می آید، و الله و ان الله یرا فی القیامه، و الله در روز قیامت دیده می شود. و مانند این حدیث ها زیاد هستند. امام احمد فرماید که با آن ایمان می آوریم و تصدیق می کنیم، به هیچ وجه هیچ یکی از اینها را انکار نمی کنیم و می دانیم که آنچه که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم آورده است حق است و بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بر او صلی الله علیه و سلم رد کردن نمی شود. و ما الله سبحانه و تعالی را پیش از آن چیزی که خود را با آن وصف کرده است وصف نمی کنیم. اینکه آنچه که بیشتر الله خود را بر آن، هر چیزی که الله خود را بر آن وصف کرده باشد ما همان را میگوییم، از این زیادتر نمیگوییم. امام احمد گفته ایستاده است لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، هیچ چیز مانند او نیست و او شنوا و بیناست. میفرماید میگوییم آنچنان که گفته بود، وصف میکنیم او را با آنچه که خود را وصف کرده است و از آن وصفی که الله خود را کرده است نمیرویم و تجاوزکاری هم در آنچه که الله خود را وصف کرده است وصف نمیکنیم. و میفرماید که وصف کنندگان هرگز با وصف او سبحانه و تعالی نمیرسند اگر او را وصف کنند. میفرماید که و با تمام قرآن ایمان می آوریم، بر آیه های محکمش که در درس گذشته آیه های محکم را گفته بودیم، آیه هایی که معنیش واضح روشن است، و متشابهش، آیه های متشابه که معنی آن را هر کس نمیفهمد، ایمان می آوریم. چی معنی آن را بفهمیم چی نفهمیم بر آن ایمان می آوریم. و میفرماید که ابن قدامه و به هیچ وجه صفات از صفات او سبحانه و تعالی را از او دور نمی کنیم و قرآن و حدیث را نیز در این موضوع تجاوز نمی کنیم، نمیگذاریم و نمیدانیم چیزی را مگر آنکه رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را ثابت کرده باشد و قرآن آن را بیان کرده باشد. و این را همچنین ابن قیم ذکر کرده هستند. و در اینجا آن چیزی که در سخنان امام احمد از حادثه نزول نازل شدن الله سبحانه و تعالی بر آسمان و مانند اینها آمده است، سخنان امام احمد رحمه الله تعالی که در بالا گفتیم، مؤلف از او سخن آورده است، از امام احمد ابن حنبل، چون امام احمد این نصرت دهنده سنت رسول صلی الله علیه و سلم است و سخنان امام احمد ابن حنبل این چیزها را در بر میگیرد، یعنی ایمان آوردن و تصدیق کردن با آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده است درباره احادیث صفات او صلی الله سبحانه و تعالی، بدون اضافه کردن و نقص کردن. نه در صفات الله اضافه میکنیم چیزی رو، نه از صفات الله چیزی رو نقص میکنیم، کم میکنیم، و نه در حدش و نه در غایتش. و دیگری از سخنان امام احمد ابن حنبل فایده اش را شیخ میفرماید که و این که نه کیفیت و نه معنا
یعنی این صفت ها رو کیفیتش رو ذکر نمی کنیم، چون کیفیت آنها ممتنع است، بر ما بیان نیست. چگونه ای که به دلیل گفته های بالا در بالا ذکر کردیم، دلیل های در بالا ذکر کردیم، و مراد این است که صفات الله سبحانه و تعالی کیفیت نداشته باشد. حالا در اینجا ما گفتیم که صفات الله سبحانه و تعالی رو کیفیتش رو ذکر نمی کنیم. به خاطر چیز؟ چون الله کیفیت این رو ذکر نکرده است، از خود بیان نکرده است، ما چگونه آن رو ذکر نماییم؟ برای همین در این نقطه می‌فرماید که و مراد از این که صفات های الله سبحانه و تعالی کیفیت نداشته باشد نیست، بلکه صفات الله کیفیت دارند، زیرا صفات های الله سبحانه و تعالی در حقیقت ثابت شده هستند. پس چیزی که ثابت شده است باید حتما باید کیفیت هم داشته باشد، اما کیفیت صفات های الله سبحانه و تعالی بر ما معلوم نیست. همین نیست؟ بر ما معلوم نیست. و گفته او که هیچ معنای، یعنی برای آن معنای مقرر نمی کنیم اگر بر خلاف معنای ظاهری آن باشد، چنانکه اهل تعویل انجام میدهند، بر خلاف معنای ظاهری صفات الله سبحانه و تعالی سخن میکنند و این کار نمودن این معنای درست آن هم این چیز درست نیست، چون که اهل تعویل می نمایند، به خاطر آنکه این ثابت است، به خاطر آنکه سخن او سبحانه و تعالی دلالت میکند و ما باشد هیچ یکی از سخنان الله سبحانه و تعالی را انکار نمیکنیم. یعنی آن چیزی را که الله سبحانه و تعالی خود را بر آن وصف کرده است اقرار می‌نماییم، وصف میکنیم و هیچ یکی از آن صفات‌هایی که الله بر خود وصف کرده است از او سبحانه و تعالی این وصف را دور نمیکنیم. می‌فرماید که واجب بودن ایمان آوردن به کل قرآن، واجب بودن ایمان آوردن به کل قرآن، به همه قرآن، به آیه های محکمش و آن چیز است که آیه های محکم، آن آیه های است که معنایش روشن است، همین خیلی است، و به ایمان آوردن آیه های متشابهش که معنای آیه های متشابه آن آیه های را میگن که آنها چیز در پیش نظر بعضی از مردم روشن نیست. به خاطر چی؟ به خاطر در بالا گفتم در گذشته، به خاطر شاید فراخ نبودن عقل آنها یا که دانش مکمل نداشتن آنها و غیر از این چیزها. اگر این آیه های صفات، آیه های قرآنی واجب بودن ایمان آوردن با کل این آیه های قرآن، با آیه های محکم و آیه های متشابهش، اگر برای ما روشن گشت این معنای آیات یا که روشن نگشت به لفظ آن ایمان می آوریم و معنای آن رو به الله سبحانه و تعالی وامی گذاریم. این است تفسیر معنای قول سخنان امام احمد از این مقدمه. و می فرماید که قال امام ابو عبدالله محمد ابن ادریس شافعی رضی الله عنه، امام ابو عبدالله محمد ابن ادریس شافعی، امام شافعی صاحب مذهب رحمه الله تعالی فرمود: آمنت بالله و بما جاء عن الله على مراد الله. بسیار سخنان زیبایی میگوید، خوب گوش دهید. شافعی چی میگوید؟ عقیده صحیح و درست در بیان صفات الله سبحانه و تعالی. میفرماید آمنت بالله، به الله ایمان آوردم، و بما جاء عن الله، و آن چیزی که از جانب الله آمده است ایمان آوردم، به الله ایمان آوردم، و هر آن چیزی که از جانب الله آمده است به آن هم ایمان آوردم، و علی مراد الله، و به مراد الله ایمان آوردم، به آن چیزی که به مراد الله است. و آمنت برسول الله، و ایمان آوردم به رسول الله، و بما جاء عن رسول الله، و آن چیزی که از رسول الله آمده است به آن ایمان آوردم، و علی مراد رسول الله، و بر مراد رسول الله صلی الله علیه و سلم، که آن تفسیری که رسول کرده است به آن ایمان آوردم.
پس از این سخن زیبای امام شافعی، چیزهایی که در بیان این سخن امام شافعی نهفته است، ایمان داشتن به آنچه که از جانب الله عزوجل در کتاب مبین او قرآن آمده است و موافق آنچه که الله خواسته است بر این ما باید ایمان بیاوریم، بدون یگام اضافه و بدون یگام کم کردن، یگام ناقصی و بدون تحریف و تغییر. همون ظاهر همون قد ما ایمان می‌آوریم و ایمان آوردن به آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده است از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و به مراد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده است، بدون یگام اضافه و بدون یگام نقص و بدون یگام تحریف و تغییر. پس این سخن امام شافعی، ایمان آوردن به الله، ایمان آوردن به الله و آنچه که از جانب الله آمده است بر مراد الله و ایمان آوردن بر رسول الله و آنچه که از جانب رسول الله آمده است بر مراد رسول الله صلی الله علیه و سلم. این سخن در اینجا تأکید می‌نماید پاسخ و رد به اهل تعویل و اهل تمثیل را، اهل بدعت را. این از سخن سلف صالح در این موردها رضی الله عنهم. پس چون که هر یکی از آنها به آنچه که از جانب الله سبحانه و تعالی و پیامبرش به خواست الله و پیامبرش آمده است ایمان داشتند از سلف صالح، و اهل تعویل و اهل تعطیل بر آن ایمان نداشتند و با درستی آن سخنان الله و سخنان رسول الله اهل تمثیل، اهل تعویل نقص یعنی کم کردند و اهل تمثیل زیاد کردند. صدا پیدا شد؟ صدا هست انشاءالله. بارك الله فيكم. و قول مؤلف در اینجا و على هذا درج السلف و ائمة خلف رضی الله عنهم. ابن قدامه مقدسی رحمه الله تعالی میگوید که سلف صالح و امامان خلف، کسانی که بعد آنها آمدند الله از ایشان راضی باشد، به این پیگیری کردند، به این سخنان سلف پیگیری کردند، از پشت قدم سخنان سلف رفتند. كلهم متفقون على اقرار والامرار والاثبات بما ورد عن الصفات في كتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم. این چیزی با میگویند ابن قدامه مقدسی میفرماید در امر، یعنی که سلف صالح و خلف کسانی که بعد پس از آنها آمدن در همه بر این اعترافند، بر این اعتقادند در بیان امر اثبات صفات‌هایی که در کتاب الله و سنت پیامبرش ذکر شده است، الله از همه آنها راضی بود بدون اینکه بر وی مخالفت نمودن، اقرار و تصدیق نمودن و قبول کردند. یعنی راه سلف پیشینان این امت از صحابگان و تابعین، کسانی که به احسان از آنها پیروی کردند، خلف در باب صفات آن چیزی که سلف در مورد صفات فرمودند اعتراف میکردند و اثبات آن چیزی که از صفات الله متعال در کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است بدون تعویل، با آن طرزی که به مراد الله و پیامبرش است قبول میکردند و آن را مخالفتی نمیکردند. و سپس نقطه دیگری را که ابن قدامه در اینجا می‌فرماید ترغیب به سنت و آگاهی از و تظهیر و تحذیر نمودن از بدعت. ترغیب و سنت، رغبت کنندن به سوی سنت و آگاه نمودن مردم و تحذیر نمودن مردم از بدعت. می‌فرماید ابن قدامه که وقد امرنا،
به درستی که به ما امر شده است بالاقتداء لاثارهم، بر اقتدا نمودن از آثار آنها، و احتداء بمنارهم. ابن قدامه میگوید که بر ما امر شده است یا که ما امر شدیم که از پی آثار آنها پیروی کنیم و به چراغ راه آنها هدایت شویم و حذرنا المحدثات، و از کارهایی که به تازگی به وجود آمده است از بدعت و نوآوری ها بر حذر باشیم. و اخبرنا انها من الضلالات. ابن قدامه فرماید که و به ما آگاه کرده شد، به ما خبر داده شد که همه این بدعت و نوآوری ها ضلالت و گمراهی ها می باشند. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: علیکم بسنتی، شما باید سنت من، بر سنت من پیروی نمایید، و سنت خلفای راشدین، و بر شما هم لازم است که از سنت خلیفه های راشدین هم پیروی نمایید. المهدیین من بعدی، خلیفه های راشدین که بعد من پایبند باشد، هدایت یافتگان. عضوا علیها بالنواجذ، و رسول فرمود که شما آنها را با دندانهای کرسی خود سخت بقپید، سخت بدارید. و ایاکم و محدثات الامور، و از نوآوری ها بپرهیزید، گفتن صلی الله علیه و سلم. فان کل محدثه بدعه، و گفتن بدروسی که هر نوآوری این بدعت است، هر چیز نوع بدعت است. و کل بدعت ضلاله، و گفتن هر بدعت گمراهی است. پس در این کار به نمونه آنها ما باید پیگیری نماییم، پیروی نمودیم. پیروی کرد از آنها این واجب است، چون رسول الله فرمودند که علیکم بسنتی، فرمودند که شما بر سنت من و سنت خلیفه هایی که بعد از من از آنها پیروی کنید. و بر این رسول الله اکتفا نکردند، آنها را راه هدایت گفتند و گفتند که با دندانهای کرسی خود بدارید، و باز بر این اکتفا نکردند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میدونستند که الله بر او خبر داد که بعد او بدعت های می آید، و گفتند ایاکم و محدثات الامور، از امرهای نوپیدا، از بدعت ها بر حذر باشید. چون با در این اکتفا نکرد رسول الله، گفتند که از بدعت ها بر حذر باشید، با بدعت واره ما آموزانیدن. گفتند که بر حذر از این نوآوری ها باشید. به خاطر چیز؟ فإن كل محدثة بدعه، چون هر نوآوری در دین این بدعت است و همه بدعت ها ضلالت هستند. این حدیث رو احمد و ابی داود و ترمذی روایت کردند که حدیث رو خوب و صحیح، البانی صحیح و خوب گفتند، حدیث صحیح گفتند. احمد در مسندش و ابی داود در کتاب سنن در بابی درباره لازم گرفتن بر سنت، و ترمذی هم در باب علم درباره قبول نمودن سنت و پرهیز از بدعت ذکر نمودند. و ابن ماجه باشد در مقدمه در بیان فصل پیروی از سنت پیامبر صلی الله علیه و سنت خلفای راشدین ذکر نمودند، و ابن حبان و حاکم این را ذکر نمودند. پس در بیان سنت و بدعت و حکم هر کدام از اینها، و بدون برادر و خواهر گرامی که سنت در لغت به معنای طریق است، راه است، راه و رویش رو میگویند. و در اصطلاح باشد آن چیزی که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم و اصحابش در اعتقاد و عمل بودند. قول و گفتار و رفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان کرامش در اعتقاد و عمل بودند، این را سنت میگویند. پس پیروی از سنت پیامبر این واجب است، چون که الله متعال میفرماید در سوره احزاب آیت 21: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر و ذکر الله كثيرا. حقیقتا در حقیقت برای شما ای مؤمنان در زندگی و گفتار و کردار و حالتهای رسول الله صلی الله علیه و سلم برای شما یک سرمشق نیکویی است. راه رسول الله برای شما یک الگوی نیکویی است. گفتار او، کردار او، حالتهای او. و در دوام چی فرمود؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر و ذکر الله كثيرا. برای آنان که به الله و روز قیامت ایمان دارند و الله را بسیار یاد میکنند. این آیت تأکید مینماید که ما سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم لازم بگیریم و شکر و سپاس الله سبحانه و تعالی را به همه حالت در همه حالت بجا بیاریم. و رسول الله فرمود که علیکم بسنتی، بر سنت من چنگ بزنید و سنت خلفای راشدین چنگ بزنید. هدایت یافتگان بعد من با دندانهای کرسی آنها را بیدارید. و در دوام چی فرمود صلی الله علیه و سلم؟ گفته که و ایاک و محدثات الامور. پس بدعت چی است؟ بدعت در لغت هر چیز نوآوری و هر چیز نو رو میگویند، پیدا شده رو میگویند. اما در اصطلاح باشد بدعت آن چیزی است که در دین وارد شده است و برخلاف آن چیزی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابگان کرام در اعتقاد و عمل میباشند، این رو بدعت میگویند. یک بار دیگر بدعت چی است؟ بدعت آن چیزی است که در دین وارد میشود، در دین وارد شده است، که این چیزی که در دین وارد شده است، در این وارد کرده شده است، برخلاف آن چیزی است که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم و صحابگان کرام در اعتقاد و در عمل بودند است. و بدعت حرام است. چگونه که الله سبحانه و تعالی میفرماید در سوره نساء آیه 115 و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى. هر کی پس از آن که آشکار شدن راه هدایت با پیامبر الله صلی الله علیه و مخالفت ورزد و یتبع غیر سبیل المؤمنین، مخالفت نماید سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را و همچنین پیروی راه مؤمنان را نکند، نولیه ما تولی و نصلیه جهنم و ساءت مصیرا. انا رسول الله. الله میفرماید و او را میگذاریم به آن راهی که اختیار کرد رفت. پس تو بدون امروز که آن راهی را تو انتخاب می‌نمایی از پایبندی به کتاب الله و سنت پیامبر، پس این راه را انتخاب نمودی، خوش به حالت. اما اگر راه این را غیر این را اختیار نمودی، راه زلالت این اختیار نمودی، الله چی فرمود؟ او را میگذاریم به آن راهی که اختیار کرده است. راهی را که تو خود اختیار کردی، تو را به این راه الله میگذارد و الله میفرماید که و او را به نیکی و خوشبختی توفیق نمیدهیم. اگر تو راه بد را انتخاب نمودی، پس از تو توفیق پیدا میکنی. باید قبول شده باشد برای حق. و در آخر چی فرمود؟ و نصلیه جهنم. پناه بسوی الله. بلکه میفرماید که ما جایگاه آن را بعد مرگ داخل جایگاه جهنم قرار میدهیم و ساءت مصیرا. و جهنم چی سرانجام بد است. سوره نساء آیه 115 گفتیم. و رسول الله چی فرمود؟ و ایاکم و محدثات الامور. بپرهیزید از نوآوری ها، از بدعت ها. فان کل محدثه بدعه. به درستی که هر چه نوآوری پیدا شده این بدعت است. و کل بدعت ضلاله. و هر بدعتی چی است؟ این راه گمراهی است. این را اربان بن ساریه رضی الله عنه روایت کرده است. روایت ابی داود است و ترمذی و ابن ماجه و احمد هم روایت کرده است. و قال عبدالله ابن مسعود، ابن قدامه فرمود که عبدالله ابن مسعود فرمود، چی گفت؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم. عبدالله ابن مسعود صحابه کرام رضی الله عنه فرمودند پیروی کنید ای مردم، پیروی کنید و نوآوری نکنید. چی سخن زیبا است. سخن سلف چی زیبا است. پیروی کنید ای مردم و نوآوری نکنید، بدعتکاری نکنید. در دوام چی فرمود؟ فقط کفیتم ای مردم،
به درستی که برای شما بسنده است، بر شما بسنده است پیروی کردن، دیگر بدعت لازم نیست. این اثر صحیح است. این مسعود روایت کردگی هستند. بیشتری از تابعین عبدالرحمن السلمی و دارمی و طبرانی و بیهقی این را روایت کردگی هستند. و قال عمر ابن عبدالعزیز رضی الله عنه کلاما معناه. عمر ابن عبدالعزیز این خلیفه راشد رضی الله عنه میفرماید ابن قدامه که یک کلامی رو در این معنا گفته است. پس چی این خلیفه راشد چی گفته باشد؟ که زمان این عمر ابن عبدالعزیز را، زمان خلافه عمر ابن عبدالعزیز را عصر ذهبی میگن، عصر طلایی میگوین. چی میگوید؟ قیف حیث وقف القوم، در آنجایی که آنها صحابگان و سلف صالح ایستادن میگه شما هم بیایستید، توقف کنید ای مردم، کجا میرید از طریق بدعت و نوآوری ها؟ بیایستید در آنجایی که قوم ایستادن، صحابگان کرام و سلف صالح. فانهم عن علم وقفوا، میگه زیر آنها، یعنی که صحابگان کرام و سلف صالح و تابعینا و بزرگان دین، زیر آنها از روی علم ایستادن، آن چیزهای را میدونستند که ایستادن. و ببصر نافذ کفوا، و با بصیرت دیده روشن خود را باز داشتند، با بصیرت دیده روشن خود را باز داشتند. ولهم عن کشفها كانوا اقوى و بالفضل لو كان فيه احرى. میگه برای فهم مسائل آنها توانتر بودند، آنها قدرتمندتر بودند، آنها دانشمندتر بودند. اگر در آن چیزی که فایده می بود، آنها از دیگران سزاوارتر بودند که از آن به آن عمل کنند. می‌فرماید که پس اگر بگویی چیزهای نوعی بعد آنها پیدا شد، بدانید که این چیزهای نو را کسانی به وجود آوردند که راه آنها را ترک کردند و از سنت آنها را پیروی نکردند. چیزی با میگوید بار دیگر، میگه اگر که بگویید شما یعنی چیزهای نوعی بعد آنان پیدا شد، بعد سلف صالح، بعد صحابگان کرام، بعد تابعین، چی میگه؟ میگه بدونید، پس بدونید. چی را بدونید؟ که چیزهای نو را کسانی به وجود آوردند که راه آنها را ترک کردند. پس ترک راه آنها در دین چیزهای نو پیدا کردن می شود و از سنت آنها را گرداندند. عمر بن عبدالعزیز گفته ایستاده است و می‌فرماید که آنها چیزها را چنان بیان کردند که بسنده باشد برای ما. از دین هر چیزی را برای ما بیان کردند که دیگر برای ما بسنده است. آنها چیزها را برای ما بیان کردند که بسنده باشد و درباره این مسئله ها چنان سخن گفتند که برای ما کافی است دیگر. و چی فرمود زیبا؟ و فرمود که نه کسی میتواند به درجه آنها بالاتر رود. از درجات صحابه و تابعین کسی بالا رفتن نمیتواند. چون یک رسول الله گفتند که مثل کوه احد اگر شما ذهب از طلا اگر خیر نمایید، مثل یک پنجه از آن نمیرسید. و فرمود که نه کسی میتواند به درجه آنها بالاتر رود و نه کسی میتواند از آنان پایینتر باشد مگر آنکه کمبود کند، مگر آنکه کمبودی داشته باشد در پیروی. و می‌فرماید که گروه از آنها عقیب ماندند و از تحقیر شدند و گروه دیگر از آنها گذشتند و افراط کردند. یعنی از خلاف بعد آنها می آمدگی از جهل و نادانی سختگیر شدند و گروه دیگر گذشت کردند، افراط کردند. در آخر می‌فرمایند که حال آنکه آنان، یعنی که سلف صالح، میان این دو، میان افراط و تفرید در راه راست درست قرار گرفتند. نه سختگیر بودند نه آسانگیر بودند. و سخن ابو عمرو اوزاعی
درباره صفات و رد ادرمی بر مردی که بدعت سخن گفت. بسیار قصه زیبا است. امام اوزاعی با این ادرمی میفهمه که قال امام ابو عمرو اوزاعی رضی الله عنه علیک بآثار السلف. امام اوزاعی رضی الله عنه رحمه الله تعالی میگه که بر تو لازم است که با اثرها یعنی که سخنان سلف نسل های اولین از مسلمانان پیروی کنی، از صحابگان کرام و تابعین. هرچند مردم تو رو رد کنن، هرچند مردم تو رو قبول نکنن، تو بر تو لازم است که از این سخنان سلف صالح پیروی نمایی و از نظرهای آدمان احتیاط میکنی، از عقل و فراست مردم احتیاط نمایی. نظر گوناگون هر نظر دارد این موضوع، از اون میگه احتیاط کن. سخن زیبای اخیرش اوزاعی چی میگوید؟ هرچند آنها یعنی که این مردم آنها را با سخنان خود زیبا و آرا بکنند، بسیار سخنور هستند، یک باطل چونان زینت زیبا میدهند که در نظر تو حق میتابد. پس این آثار و خبرهایی که در ترغیب بر سنت است و هشدار دادن تو ای مؤمن ای مؤمنه از بدعت است. از احوال صحابه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، صحابی بزرگ که سال دوم از هجرت وفات کرده است، که پس از 76 سال از زندگیش از دنیا گذشتند. و این سخن عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه تأکید بر ما میکند بر اهمیت پیروی از قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. این عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه بر هر مسلمان تأکید میکند که ای مسلمان تو بر قرآن و سنت پیروی نما، از قرآن و سنت پیگیری کننده باش و چیزهای نو رو در دین که وارد میشوند از آنها پیروی نکنی که اینها بدعت نامیده میشوند. گفت اتبعوا، پیروی کنید، یعنی از آثار پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی کنید بدون علاوه و کم کردن آن. ولا تبتدعوا، از بدعت نوآوری پیروی نکنید، یعنی در دین بدعت عمل نو را ایجاد نکنید در دین، چون که شما مسلمانان بر شما کافی است، بسنده است. یعنی صحابه برای اجرای وظیفه های دین برای شما کافی است، بسنده است. پس بدعت نوآوری لازم نیست، زیرا الله سبحانه و تعالی تعلیمات را بر پیامبر صلی الله علیه و سلم پورا و کامل رسانید و فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، امروز من دین شما را برای شما، قرآن و سنت را برای شما کامل رسانیدم. سوره مائده آیه 3. پس این دین بر اضافه کردن دیگر احتیاج ندارد. ای برادر و خواهر گرامی، چی فرمود؟ لقد کفیتم، در آخر سخنش عبدالله ابن مسعود، شما را بسنده است. این سخن عبدالله ابن مسعود اشاره بر آن است که دین کامل شده است. آنچه که از هدایت و نجات انسان در حیات زندگیش برایش لازم است از قرآن و در قرآن اصلا وجود دارد. همه این در قرآن اصلا هست. پس علاوه کردن چیزهای نو یا تغییر دادن شریعت دیگه ضرورت بر این نیست، چون این چیزها مردم را از راه حق دور می سازد. و از گفته های تابعین، امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیز که سال 63 از هجری تولد شده بود و سال 101 از هجری وفات کرد، که سخن وی بیان واجب بودن گفت واجب است که در جایی که مردم ایستادگی کردند، در آن جایی که مردم ایستادن توقف کردند، معنایش سخنش مفهوم این سخن رسول الله و یارانش است، صحابگان کرام است. در آنجا که آنها ایستادن در آنجا بیستیم، چرا تجاوز میکنیم؟ تو را چی مجبور کرده است که از سخن پیامبر تو بیرون بشوی، از سخن صحابه بیرون شوی؟ و در عمل دینی نه که در اعتقاد و عمل همان چیزی را پیروی کنیم که آنها بودند.
آیا این یگان مشکلی دارد؟ این آیا قین است؟ بلکه زیبا است، پیروی از رسول صلی الله علیه و سلم. در دام چی فرمود عمر بن عبدالعزیز؟ چون که آنها رسول الله و صحابگان کرام با دانش و روشنی کامل ایستادند. با دانش و روشنی کامل ایستادند، با علم کامل ایستادند، با وحی الهی ایستادند. اگر پس از آنها چیز بهتری می بود، آنها حتما بر ما پیش می گرفتند. اگر چیز بهتری می بود، آنها می گرفتند آنها بر ما خبر می دادند. و فرمود که آنچه که بعد از آنها ایجاد شد، پیدا شد، چیزایی که بعد از آن پیدا شد، تنها مخالفت بر راه سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است و بس. تنها دوری از راه روش پیامبر هست و بس. و تنها دوری از راه سلف صالح صحابگان کرام است و بس. و می‌فرماید که آنها برای دین و آنها در دین همه چیز را که برای شفای انسان و قناعت بخشی انسان لازم بود برای ما بیان کردند و شرح دادند. درباره آن توضیح واضح روشن کردن. و می‌فرماید که از مردم بعضی در پیروی از آنها، از صحابگان کرام یا از رسول الله کوتاهی کردند. و این باعث کشمکشی شد. و بعضی غلو کردند. غلو کردند. یعنی کسانی که از حد زیاد به عمل دینی شروع کردند. از حد زیاد گذرانیدند. از حد زیاد قرارها گرفتند. در حالی که راه صراط مستقیم بین افراد و تفریط است. بعضی از مردم به نهایت سبکی بد کردند. انسان بین این باید قرار بگیرد. و از گفته های تابعین اوزاعی و عبدالرحمن ابن عمر که سال 157 از هجری وفات کرده است فرمودند که با آثار سلف صالح پیروی کن. همان راه را پیش بگیر ای انسان که صحابگان و تابعین به نیکویی پیروی کردند. به خاطر آن که این راه بر اساس قرآن و سنت بنا شده است. راه صحابگان کرام. و فرمود اگرچه مردم تو را هم رد کنند، از این راه تو پیروی نمی قرآن و سنت اگرچه خوششون نآید، اگر تو را دور کنند، اگر از تو جدا شوند، تو این راه را ترک نکن. و فرمود هوشیار باش. هوشیار باز از این عقیده های پیدا شده مردها. حذر کن از عقیده های مردها. چون گفته های آنها چنان سخنور هستند، چنان شیرین سخنی میکنند که گمان میبرند که این حق است. آنها را این سخنان باطل را زیبا جلوه میدهند. اگر چند میفرماید که اگر اینها این سخنان را بر شما زیبا زینت بدهند، از آن بر حذر باشید. تنها کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. در اینجا قصه محمد بن عبدالرحمن ادرمی است. محمد عبدالرحمن ادرمی با مردی که یتکلم البدعتین، بدعت میگفت، بدعتکاری میکرد، مردم رو به سوی آن دعوت میگن بود. یعنی که محمد بن عبدالرحمن ادرمی یک مرد رو دید که به سوی بدعت مردم رو دعوت میکرد. خود بدعتکار بود، با سوی بدعت مردم رو دعوت میداد. بسیار قصه زیباست، گوش بدهید. محمد بن عبدالرحمن ادرمی با مرد درباره بدعت سخن گفت و مردم رو با آن بدعت دعوت میکرد. چنین گفت به او که ادرمی
به این مرد بدعتکار با سوی بدعت دعوت میکرده پاسخ داد. چی پاسخ داد؟ گفت آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم این رو میدونستن یا که نمیدونستن؟ از او پرسید، از شخص بدعتکار. آیا رسول الله و این صحابگان کرام یاران چهارگانه پیامبر این رو میدونستن یا که نمیدونستن؟ از او پرسید. شما هم از هر بدعتکار میپرسید این رو، کسی که بدعت کرد. و آن مرد مذکور، مردی که بدعت با سوی بدعت دعوت مینمود، گفت نمیدونستند، این رو نمیدونستند. سپس ادرمی در جواب گفت پس چیزی را که آنها نمیدونستند تو آن را از کجا دانستی؟ تو آن را از کجا دانستی؟ به هر یک بدعتکار رد قوی است. پس آن مرد مذکور، مرد بدعتکار گفت پس من از قولش بازگشت. پس من میگویم که آنها میدونستند. از قولش در حال بازگشت. چی گفت؟ گفت من از قولم برگشتم، یعنی من میگویم که آنها میدونستند. ادرمی گفت آیا بر آنها رسیده بود؟ آیا بر آنها رسیده بود و آنها به آن سخن نگفتند؟ اینکه آنها این را میدونستند، علاوه بر اینکه این سخن را میدونستند با این سخن نکردن، یعنی تو این را گفتن هستی؟ و مردم را با سوی آن که میدونستند دعوت نکردند، صحابگان و پیامبر الله صلی الله علیه و سلم، یا اینکه بر آنها نرسیده بود؟ باز سوالش کرد، گفت بله بر آنها نرسیده بود. فهمو؟ ادرمی گفت پس چیزی که برای رسول الله و خلیفه را نرسیده باشد پس برای تو چگونه رسید؟ چیزی که برای آنها نرسید چگونه برای تو رسید؟ از کجا رسید؟ چون با پیامبر وحی میشد. در این هنگام آن مرد خاموش ماند. گفت این گپ از نکش گرفت. چیزی که برای آنها رسید چگونه برای تو رسید؟ خلیفه که در آنجا حاضر بود گفت الله بر آن کسی که چیزی بر آنها نرسیده بود هرگز نرساند. فهمو؟ و بر آنها فراخی نیارد. و مؤلف در اینجا میفرماید که و هذا، که همین طور هر کسی که آن را که بر رسول الله، که آن چیزهای بدعت رو بر رسول الله صلی الله علیه و آله نسبت میدهد، بیانش به تابعین نسبت میدهد، پس با این طریق تو میتوانی آن را چونمایی رد کنی. پس مؤلف میگوید که همین طور هر کسی که آنچی را که بر رسول الله و یارانش و تابعین که آنها را به نیکویی پیروی کردند، رسول الله را تابعین به نیکویی پیروی کردند، و امام بعدی که از آنها از عالمان در این استوار قرار گرفتند با علم، در قرائت آیات‌های صفات و خواندن خبرها از رسول صلی الله علیه و سلم از گذشتگان و همان طوری که آمده‌اند برای آنها جایز بود. یعنی که آنچه که پیامبر آورده است از کتاب و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما جایز است که ما از آنها نقل نماییم، و چیزی که برای آنها نآمده است برای ما جایز است که نقل نماییم به دیگران. این قول در بیان توجه و فهم، در بیان رعایت کردن راه سلف صالح است. یعنی که این قول تأکید میکند، قول ادرمی برای ما تأکید میکند، مخصوصا در مورد قرائت آیات ها و احادیث هایی که درباره صفات الله سبحانه و تعالی است، به تغییر و به تعویل. پس این مناظره ای که نزدیک خلیفه، این گفتشون در نزدیک خلیفه شده بود، بین ادرمی و صاحب بدعت صورت گرفت. میفرماید که شیخ ابن عثیمین میفرماید که من در ترجمه ادرمی و یا آدمان بر او با او رو نمیدونم. در ترجمه ادرمی، ترجمه حال ادرمی، آدمایی که با همراهی وی بودن میگن نمیشناسن وی کی هستن اصلا. و این نوع بدعتی که همون کسی که بدعت خور میکرد، این رو هم میگه که چیز نمیدونن چی بدعت بود. اما مهم این است که ما مرحله های این که ادرمی بر او
مخالفت نمود این رو به نظر بگیریم و از راهنمایی همین ادرمی ما عبرت بگیریم. پس مناظره درست بین مخالفان چگونه باید صورت بگیرد؟ کسی بحث می‌نمایی بین مخالفان چگونه باید صورت بگیرد؟ و این قصه را در تفسیر خطیب تاریخ بغدادی و همچنین ابن جوزی در مناقب از امام احمد همچنین و ابن قدامه این را چو کردگی هستند، همین قصه را آوردگی هستند و همچنین در ذهبی در سیر اعلام النبلا و اجوری همچنین در بدایه و نهایه از ابن کثیر هم ذکر شدگی است. پس مناظره که میان ادرمی و صاحبان بدعت در نزد خلیفه روی داده بود یک حالت مهم بحث کنی در تاریخ اسلام است که در آن در مرحله بدعت و سنت صورت گرفت و در اینجا خلیفه همچون شاهد بود. خلیفه همچون شاهدی بحث در اونجا صورت گرفته بود، شرکت میکرد. اما درباره ترجمه حال ادرمی و یارانش میگه معلومات دقیقی میگم پیدا نکردم. پس ما گفتیم که با وجود این از این مناظره ای که بین بحث هایی که بین ادرمی و این صاحب بدعت شد، مردی رو که بدعت رو تعریف میکرد و بدعت رو برای مردم می آموزانید و دیگران، مقصد اساسی در این مناظره به دست می آید که این است که ما باید راه درست بحث را با همراهی کسانی که باید آنها بحث مناظره بفهمیم. چگونه و به کدام شیوه توانیم فکری مردم را یا که فکری دیگران توضیح بدهیم، روشن بکنیم تا که مردم توانند از راه بدعت به راه سنت راهنما شوند. خواستن در مسائل های دینی و پایبند بودن بر سنت و دوری کردن از بدعت ها. و می‌فرماید که انهی مناظره، انهی گفته شنیدی که مذکوره که در بالا ذکر کردیم، یک چند نقطه های روشن را برای ما بیان می‌نماید. از با هر کسی تو سخن میگویی اساس آن باید طلب در بیان کتاب الله و سنت پیامبر باشد. نقطه اساسی کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و هر وقتی که کوشش می شود که نقطه نظر پیشنهاد گردد، یک نقطه نظریه نظر پیشنهاد گردد که با دیگر ویژه بگیریم اگر بدعت باشد باید با کتاب و سنت برای تصدیق و درستی این نقطه اساس یافته شود. کتاب و سنت، چون بدعت ها زیاد هستند. و دوم مخالفت بر سنت نمودن یا که پیروی از راه سلف نمودن. پس در این مناظره که بین ادرمی و این صاحب بدعت بود که مردی که خواست برای بدعت سخن بگوید که توسط پیروی از یارانش هم انجام داشته بود، در این تعریف ادرمی رد ادرمی بر اون بسنده است که چیز انسان در هر بدعت اگر که کتاب الله را در خود داشته باشد، سنت پیامبر را داشته باشد، پس هر بدعت را شکست می‌دهد. چون تحدید و رد کردن بدعت. وقتی که آن مرد بدعت را تعریف کرد یا که بدعت را کسی تعریف میکند یا که این را راه درست میشمارد، ادرمی چیکار کرد؟ آیا این را پیامبر میدانست؟ حتما باید یه جواب بدهد، نه؟ ها یا که نه؟ اگر ها بگوید پس کنی همون مدرکش کنی، مصدرش کنی. از کجا گرفت؟ آیا آنچه گفتم باشد از جانب رسول الله صلی الله علیه و یارانش آمده است یا نه؟ اگر آمده باشد قبول است، اگر نه آمده باشد رد است. پس این نشون میده که مناقشه درست و صحیح این است که انسان هنگام مناقشه
بر اساس دعوت به سوی حق باشد، چون دعوتگران به سوی باطل خیلی زیاد است. و بعضی از مؤخران بیان کردن که ادرمی این ازرمی نام داشت. نام پوره او ابو عبدالله او یک عبدالرحمن عبدالله ابن محمد ابن اسحاق ازرمی بود که او از وکی ابن عیینه و ابن مهدی و دیگران روایت کرده است و از او ابو داود و نسائی هم روایت کرده هستند همین قصه ادرمی. و دوم آن شخصی که با او مناظره کرد، صورت گرفت، مناظره با او صورت گرفت، میگه احمد ابن ابی دعات بود، یکی از بزرگان اهل بدعت بود در نزد خلیفه احمد ابن دعات. یک قاضی بزرگ بود، ابو عبدالله احمد ابن فراج البصری البغدادی که پیرو مذهب جهمیه بود، دشمن امام احمد ابن حنبل بود، یک دشمن سرسخت بود. به سبب امام احمد خیلی شکنجه و کشتگی بود و او همین ابی دعات یکی از جهمی های بزرگ بود و قاضی بود که دعوتگر به سوی عقیده خلق قرآن مخلوق است گفته مردم دعوت میکرد در نزد خلیفه مأمون معتصم و وثیق. یک منزلت بزرگ در نزد آنها پیدا کرده بود این ابی دعات. و همین ابی دعات هنگام فتنه خلق قرآن دشمنی سخت با امام احمد نشان داد و می گفت ای امیر المؤمنین او را بکشید، احمد را، زیرا او گمراه کننده است، که در سیر اعلام ابن نمالا این قصه ذکر شده است. و آن خلیفه که در این مناظره در این گفتگو حاضر شده بود الواثق بالله میگویند هارون ابن محمد المعتصم بالله ابن هارون الرشید العباسی بود، فرزند هارون الرشید بود که با کنیه ابو جعفر معروف و معلوم بود. یکی از خلیفه‌ای بود که در دولت عباسیان در عراق حکمرانی میکرد. در شهر بغداد تولد شده بود که وفاتش سال 127 هجری تقریبا. و این واثق ابو جعفر هنگام خلیفه خود مردم را در موضوع خلق قرآن امتحان کرده بود و گروه از آنها را در زندان دوخته بود، با وجود اینکه به نظر می رسد که او در آخر عمرش از این عقیده برگشت. به سبب این مردم داخل زندان شده بودند، عذاب اشکنجه کشیده بودند، اما در آخر از این عقیدهش برگشت، از عقیده خلق قرآن. چون میفهمه که روایت های بر این مربوط با حکایه که در این ذکر شده است در این سخن می رود. و در آخر این حکایت گفته می شود که المحتدی بالله پسر خلیفه واثق، پسر این خلیفه در این موضوع اشاره می کند که به سوی برگشتنش و آن بدعتی که بر اساس آن بحث صورت گرفت، آن بدعتی که در آنجا در این مجلس بحث صورت گرفته بود، این بدعت خلق قرآن بود. مردم با سوی این دعوت میکرد. فتنه بزرگ شده بود در زمان خلیفه، در زمان این خلیفه. به سبب این عقیده امامان بزرگ پیش از همه امام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالی که به نام صدیق ثانی، صدیق دوم معروف است، احمد صدیق دوم معروف است، در مورد امتحان آزمایش سختی های بزرگی را قرار گرفته بود و ادرمی رحمه الله تعالی مناظره خود را در این بحث با مرحله قدم به قدم به اساس گذاشت. از یک مرحله به مرحله دوم، از مرحله دوم به مرحله سوم. مرحله اول مرحله علم بود. ادریم بر او چی گفت؟ از او چی پرسید؟ آیا این بدعت را پیامبر و خلیفه هایش میدانستند؟ خلق قرآن را، تا که بر او یک ضربه محکمی بزند. گفت آیا این بدعت را پیامبر و رسول الله میدانستند و صحابگان خلیفه راش میدانستند یا نه؟ بدعت ها چی گفت؟
آنها در اول گفت میدونستن، نه؟ گفت آنها نمیدونستن. در اینجا علاقه رد شد، انکار شد. معنای کمارزش نشان دادن پیامبر و خلیفه او است. همین گونه نیست؟ زیرا او ادعا میکند که آنچه را که آنها نمیدونستند این میدوند. آنچه که آنها به خبر شدن این خبردار شده است. معنای کمارزش دانستن این پیامبر و خلیفه راشدین بود. به همین خاطر اهمی دلیل بر ضد این بدعتکار استفاده بوده شد. زیرا اگر پیامبر صلی الله علیه و خلیفه ها آن را نمیدونستند پس این بدعت قبول شونده نیست. پس چرا قبول شود؟ آنها نمیدونستند پس از کجا پیدا کردی؟ از این رو ادرمی او را بر مرحله دوم دعوت کرد. مرحله دوم چه بود؟ اگر آنها نمیدونستند پس تو از کجا آن را دانستی؟ تو از کجا آن را میدانی؟ آیا ممکن است که الله سبحانه و تعالی دانش چیزی از شریعت را از رسول الله و خلیفه های او پنهان بدارد و آن را برای تو آشکار نماید؟ آیا این ممکن است؟ این هنگامی که بدعتکار دیگر چقدر عقب نشینی کرد، عقب نشست. از اینجا بود که ادرمی او را بر مرحله سوم قرار داد. مرحله شکست او. گفت اگر آنها نمیدونستند پس آیا بر آنها جایز بود که اگر که درجه چی گفت درجه؟ گفت بعد از عقیده‌اش برگشت. از عقیده‌اش برگشت این بدعتکار. چی گفت؟ گفت نه آنها میدونستند. همین که گفتن در حال برگشت گفت نه آنها میدونستند. پس ادرمی در اینجا مرحله سوم را استفاده بود. گفت اگر آنها میدونستند پس آیا بر آنها جایز بود که این چیزی که میدونستند این سخن را به مردم نرسونند، این دعوت رو از مردم پنهان کنند؟ برای آنها این جایز بود؟ آیا برای آنها جایز بود که با سوی آن دعوت نکنند؟ بدعتکار در این هنگام چه گفت؟ بر آنها جایز بود که ساکت مانند. بر آنها گفت جایز بود که خاموش بیستند. اگر این را میدونستند که برای آنها جایز بود که از این سخن خاموش بیستند، که نگویند، این سخن را نگویند. پس ادرمی در اینجا آن را قبید. پس گفت چیزی را که بر رسول الله و خلیفه های او جایز بود که بر آن خاموش بیستند بر تو جایز نیست؟ خاموش ایستادن بر تو جایز نیست؟ در این هنگام او بدعتکار عاجز ماند از پاسخ دادن، از خودداری کرد، عقب نشینی کرد. چون تمام راههای بحث را با او بست، دهانش را بست. این هنگام خلیفه‌ای که در آنجا حضور داشت نظر ادرمی را درست دانست و دعا کرد، در حق و دعای بد کرد و گفت هر کسی که آن را که برای پیامبر و خلیفه های او کافی بود قبول نمیکند تنگی بیاورد. یک به اصطلاح ما و شما خدا بکشش. میگن که توجه کن. بله. اینکه آنچه را که پیامبر و رسول الله اون را قبول نکرد باید تنگی بیاورد. پس برای همین خاطر شیخ میفرماید که هر صاحب باطل خواه بدعتکار باشد یا غیر آن عاقبت در بحث از پاسخ گفتن عاجز میماند اگر با این ترتیب رو قبی شکست میخورد. این بود قصه ادرمی با این بدعتکار، با این صاحب بدعت. هر بدعتکار در آخر شکست میخورد. هر بدعتکار در آخر شکست میخورد. و در اینجا سخن رو به اتمام رسانیم و اگر که زنده و سلامت باشیم درس دیگر در بین ذکر بعضی از آیه ها و احادیث وارد شده در باب صفات، ذکر بعضی از احادیث و آیات هایی که در باب صفات ذکر شده است در اینجا ان شاء الله که با همراهی شمایان سخنرانی خواهیم کرد باذن الله تعالی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیه. اگر سوال باشد می تواند که با سوالات شما جواب بدهیم باذن الله تعالی. کسی سوال دارد؟
کسی گفتنی دارد؟ مرحمت کسی سوال داشته باشه مرحمت کنید بنویسین یا که برادران صدا بردارین. افیر است کو؟ افیر رفته ایستاده است. پیشکی ثبت شده نیست. بله در وقت حیض نمازخوانی حرام است. در وقت حیض و نفاس نماز خواندن قطعا حرام است. به هیچ وجه در وقت حیض و نفاس نماز خواندن جایز نیست. از این آگاه با خبر شوند خواهران. بارک الله فیکم. هست سوالی هست؟ کسی سوال دارد؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد ان شاء الله که خوب هستید؟ خوب هستیم؟ سلامت باش. خوب هستید؟ سلامت هستید؟ خوب هستید؟ سلامت هستید؟ الله مهربان شما را در حفظ پناهش نگاه دارد. الله سبحانه ما و شما را در حفظ پناهش نگاه دارد. یک سوال دارم. طالب علم اگر علم تجوید ندارد و قرآن خواندنش درست یک سوال دارم. طالب علم اگر علم تجوید ندارد و قرآن خواندنش درست است یا نه؟ جزاک الله خیرا. کسی که تجوید نداند از کجا قرآن خواندنش درست است؟ تجوید را خوب می‌آموزی قرآن خواندن را درست کنی. فهمو؟ بارک الله فیکم. آواز شما نیست. بله آواز شما نیست. صدای شما نیست. کسی صدا برآورده است؟ آواز شما را من نشنیدم. آواز شما نیست. اینجا را من خاموش کردم. مرحمت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یک ساعت سلام داشتم و موبایل تلفن ما باشه. حضور برادر اینجا را ما خاموش کردیم که یکم SMS بیاید چیز نشود. صدا نبرد. تو یک سوال به همین در وقتی نماز خونده وقتی که ما با سجده میریم سبحان ربی العظیم میگیم سبحان ربی الاعلی مثلا همین را بعد یک برادر در همین اینستاگرام روش جواب دیدم میگه که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم تو نه مرتبه را گفته مثلا میتونیم که ما زیاد بگیم همین را آیا همین درسته یا نادرسته چقدر؟ بارک الله فیک برادر گرامی. اولا سخن آن برادری گفتن پیامبر تا 9 مرتبه را گفتن این سخن نادرست است. از رسول الله این گونه ثابت نیست ولیکن یک بار گفتن این واجب است بر این امت اتفاق دارد. 3 بار گفتن رسول الله کردگی هستند این سنت است. اما زیاده از 3 بار چه در رکوع چه در سجده باشه زیاده از 3 بار این ذکرها را کردن جایز است. از 3 بار زیاد باشد 10 بار 100 بار 1000 بار واسه بر اینکه تو اگر امام باشی در مسائل امام از 9 بار گفتن از 10 بار زیاد گفتن علما تفسیر علما است که جایز نیست به خاطر آنه که تا که برای مردم مشقت نشود. اگر مردم توبار ایران ندارن تا که مشقت نشود از 10 بار زیاد گفتن جایز نیست گفتن.
این است. اما اگر انسان تنها گذار باشد یا که مردم با همراه مثلا امام داده مردم با همراه اون باشه که توان این رو دارن، پس میتونه که در ذکر در رکوع در سجده زیاد رکوع زیاد سجده نماید. این نقطه اول. اما اگر انسان تنها گذار باشد در حالت تنها گذاری تو میتونی به حضور تو 10 بار میگویی 100 بار میگویی، حالت آرامیت رو میتونید حس نمایی و گفتن گیری. ان شاء الله که امر در این واسطه است. و ایاکم اخی بارک الله فیکم. سوال دیگری هست؟ سوالی باشد مرحمت بنویسید. یا که صدا بردارید.